چای یا قهوه؟ چای. قهوه 100%. چای قهوه. چای. Very well. خب خوش اومدید به قسمت اول برنامه چای یا قهوه. مهمونای قسمت اول سامان فرناز هستن که قرار راجع به آنلاین شاپشون دریم پچ با هم دیگه صحبت کنیم. خب بچه‌ها خیلی خوش اومدید. ممنون، مرسی. میخواید اول خودتون رو معرفی کنید، دریم پچ رو معرفی کنید. آشنا بشن بچه‌ها. من شروع کنم؟ بله. من اسمم فرنازه. 24 سالمه تقریبا، فکر کنم اگه اشتباه نکنم متولد 79 هم و اینکه یکی از ادمین ها و حالا شریک های پیج دریم پچ هم، پیج لباس و اکسسوریش. خب سامان. سلام، من سامان هستم، 27 سالمه. حدوداً فکر میکنم 6 یا 7 ساله که دریم پچ رو شروع کردیم و دریم پچ آنلاین شاپیه که روزهای اولش رو تو حوزه اکسسوری و چیزای مربوط به مثلا لباس و پوشیدنی این شکلی شروع کرد و حالا که در حدود 2 سالی میشه که وارد صنف لباس هم شده. یعنی پیج جدیدی زدیم به اسم دریم پچ ویر که پیج لباس هم هستش. میخوای موقعیت فعلی دریم پچ رو بگید؟ چه کارایی میکنه؟ چند تا پیج داره؟ چقدر فالوور داره؟ چقدر فروش داشته تا به الان؟ شما بگید. الان در حال حاضر 2 تا پیجیم، یه پیج اکسسوری، یه پیج لباس که پیج اکسسوریمون که حالا شامل خیلی چیزای جزئیات ریزی و میزه، کلاه، عینک، اینجور چیزا میشه. حدوداً 96 کا اگه اشتباه نکنم آخرین بار بود. و پیج لباسمونم که 3 سال فکر کنم یا 4 سال بعد از پیج اکسسوریمون شروع به فعالیت توش کردیم. 64 کا اگه اشتباه نکنم. و اینکه دیگه آره دیگه چی پرسیدی؟ یادم رفت. دیگه تعداد فروشی که تا به این لحظه داشتید و من که میدونم بچه‌ها گفتیم اصلا 15,000 تا؟ سایت بود. 10,500 خورده بود آخرین بار. الان قطعا بیشتر شده. فقط روی سایت. فروشای دایرکت و قبل از اینکه سایت داشته باشیم. آره. چند سال ما سایت داریم؟ فکر کنم 3 سال میشه دیگه. آره 2-3 ساله که ما سایت رو زدیم. خب میخواید این بخشش فکر کنم بیشتر به سامان مربوط باشه. از روزهای اول دریم پچ بگو چی شد که به وجود اومد؟ چرا راهی رو طی کرد؟ خب اولش که یه ایده بود، فقط ایده‌ای که تازه چند بار هم به حرف اطرافیان هم انجام نشد. یعنی نتیجه گرفتم که فعلا انجامش ندادم. توی کافه کار میکردم که سالن اون کافه بودم و با بچه‌های اون کافه صحبت میکردم که دوست دارم یه آنلاین شاپ این شکلی یه روز بزنم. بچه‌ها این شکلی بودن که بچه‌ها که منظور مدیر کافه بود، صاحب کافه، و گفت که فکر نکنم الان خوب باشه که داری اینجا کار میکنی که نرشی کار دیگه هم داشته باشی، تمرکزت رو روی کار بذار. خلاصه این صحبت‌ها به نفع خودش حرف زده بود. آره عملاً به نفع خودش حرف زد و 1-2 سال عقب افتاد این پروسه. پیش رفتیم و بازم محل کارم تغییر کرد. اونجا یه مقدار حس کردم فضای بهتری دارم برای کار و چیزی هم که تو ذهنم بود به صورت الان نبود که آنلاین شاپ باشه، سایت داشته باشه. اصلا فکرش نمی‌کردم به اینجا برسه. فقط تو ذهنم بود که خب اونجایی که دارم کار میکنم یه میزش رو با صاحب کافه صحبت کنم به صورت حضوری و آفلاین فروش انجام بشه. مثلا یه سری جنس از تهران بگیرم اونجا بذارم و برای فروش انجام بشه. این شد که شروع شد دریم پچ. مال چند سال بعد از اینکه من کافه رفتم و تو یه کافه دیگه ای شروع شد در واقع. اوکی، یعنی می‌خواستی داخل همون کافه‌ای که بودی یه سری اجناس رو به صورت محدود داخل همون البته پیجم داشت، یعنی پیجم داشتم که همون پیج صرفا زیاد روش حساب نمی‌کردی اگه اشتباه نکنم. آنلاین نداشت. خب اون موقع با چی شروع کردی؟ چه جوری شروع کردی؟ با چی شروع کردم؟ با چه محصولی؟ با چه محصولی و بیشتر سرمایه اولیه؟ چه پیش نیازهای لازم بود که دریم پچ رو راه‌اندازی کنی؟ خب من این توضیح بدم که من علاوه بر اینکه کافه کار می‌کردم از بچگی درگیر ویدیو گیم بودم. حالا یه سری وقت پلی استیشن، یه سری موقع پی سی گذشت و حالا من می‌خواستم کارو شروع بکنم. همون لحظه پول آنچنانی نداشتم که بخوام شروع بکنم، ولی اکانتی داشتم که برای یه بازی بود
این اکانت رو میدونستم مثلا اون موقع 500,000 تومان میتونم بفروشم. دیگه به خودم فکر کردم گفتم بذار دیگه وقت داشته دیگه به هر حال کاری رو شروع کنم و چه بهتر از این دیگه اون فروشم و پولش هم بیام حالا اون جنسایی که مد نظرم رو سفارش بدم. یعنی اولین سرمایه دریم پچ با همون اکانت بازی شروع شد. اولین محصولی هم که آوردم برای فروش یادم فندک بود، پیکسل بود و پچ لباس بود. به خاطر همین اسم پیجمون شد دریم پچ، چون پچ لباس جزو اولین محصولای پیجمون بود. و الان که دیگه اصلا پچ کار نمی‌کنیم نداریم ولی اصلا دریم پچ مونده. کوچیک. آره اون موقع فروششون هر کدوم چقدر بود این چیزای کوچولو 2 تومن فکر کنم 2 تا 4 تا 4000. گرون‌ترین محصولی که اون موقع داشتی 4000 تومان. نه گرون‌ترینش بعد چند وقت 2 ماه جوراب شد، مثلا جوراب 15 تومن. اوکی. آره. خب بعد چطور ادامه پیدا کرد داخل، یعنی مثلا امیدوار شدی به اون کار، بازخورد خوبی گرفتی؟ قبل از اینکه شروع کنید میخوام بگم که الان از صحبتاش میشه نتیجه گرفت اون بچه‌هایی که پدر مادرشون بهشون میگن تاش با این بازی‌ها به کجا میخوای برسی به جایی برسی. اینو حتما داشته میشه. من الان دیشب تا صبح داشتم بازی میکردم. با فروش بازی قرار اگه بفروشیدش به نتیجه میرسی، با بازی کردن فکر نکنم خیلی به نتیجه برسی. خب ببین به نقطه ای نرسید که یهو من به خودم بگم وای چه تغییر آنچنانی کرد. یعنی من این شکلی هم که هنوزم فکر نمی‌کنم تغییر خیلی خاصی کرده باشه، کار خیلی بزرگی کرده باشیم، ولی حالا یه سری چی میگن تغییرات بزرگ تو دریم پچ اتفاق افتاد. اما یلش که من این مقدار امیدوارتر شدم توی همون کافه‌ها بود. تناسش کرد کنم. یعنی اون اوایل اصلا اینجوری نبودی که خب من فروش کافی ندارم، دارم سرمایه و وقتمو هدر، همچین حسی نداشتی؟ نه. یعنی همیشه ببین من نه قسط نه وامی گرفته بودم نه بدهی داشتم پیش کسی، مثلا پولی از کسی قرض نگرفته بودم برای کار و جوونم بودم دیگه، مثلا بگم شاید 20 سالم نشده بود. و یه کار دیگه هم داشت فکر کنم این خیلی تاثیر میذاشت که مثلا این چه من موقع 800 تومن 1 تومن میگرفتم از اون کافه و هول نبودم، یعنی اینجوری نبودم وای داره دیر میشه بدو داشتی کار خودتون می‌کردی. می‌کردم. حالا روزای فروش داشت روزای نداشت، ولی دوست داشتم که بیشتر بشه و می‌دیدم که میتونم مثلا با یه کارهای کوچیکی که این ور اونور انجام بدم فروش رو بیشتر کنم. مثلا این کار که اینجا بودم با یه کافه دیگه صحبت می‌کردم که من اونجا اصلا کار نمی‌کردم، ولی می‌دونستم خیابون فلانی یه کافه هست که ممکنه اون رشتی که میرن اونجا مشتری منم بشن. میرفتم صحبت میکردم که یه روزی هم تو کافه فروش بذارم، مثلا میرفتم اونجا میدیدم چه خوب داره جواب میده یکم امیدوار میشم. اوکی. میخوای الان ادامه صحبت چند تا تغییر بزرگ داخل کار؟ بزرگترین تغییری که اتفاق افتاد زمان کرونا بود. زمان کرونا بود که تازه فکر می‌کنم چند وقت با فرناز من آشنا شده بودم و پیشنهاد کار دادم به فرناز که استارت کار رو بزنیم، چون من یه مقداری حس می‌کردم توی عکاسی و اینجور چیزا زیاد دستم نمیره، یعنی کار من نیست، حسشو داشتم که این کار من نیست، نیاز داشتم به یه نفر. و فرنازو که باش صحبت کردم میدونستم خیلی استعداد این کار داره. ابتدای کرونا شد ما کار با فرناز شروع کردیم. چقدر از دریم پچ گذشته بود؟ از شروع کار دریم پچ؟ فکر کنم 1-2 سال بود. 1-2 سال. آره. درسته؟ آره اگه اشتباه نکنم. آره. اون موقعی که ما شروع کردیم یعنی وقتی که کرونا شد و دیگه کلا فکر می‌کنم تو خونه نشین شده بودی، از کار کافه‌ها تعطیل شده بود، سامان کاری نداشت و اینجوری شروع شد که مثلا از حالا بیکار بودن و توی خونه بودن شروع کرده بود از جنسا عکاسی می‌کرد. عکاسی مثلا بیشتر از قبل با نظم و ترتیب‌تر از قبل هر روز پست می‌ذاشت و دید که مثلا با این چند بار گذاشتن نتیجه داره میگیره، 1 نفر 2 نفر 3 نفر مشتری داره اونجور چیزا دیگه. بعد از اون فکر میکنم بعد خیلی هم عکس‌ها رو برای من میفرستاد که مثلا نظر بگیره کجاش بده کجاش خوبه، این ورش چپش بده راستش بده، اینجور چیزا. اینجوری شد که فکر میکنم دیگه تو فکر این افتاد که مثلا از یه نفر دیگه کمک بگیره که مثلا واسه عکاسی و اینا. ولی یه مدت هم اینجوری بود که عکس‌ها رو میداد، من تایم بیشتری داشتم عکس‌ها رو ازش میگرفتم، همینجوری منم بیکار بودم براش استوری میذاشتم پست میذاشتم ادیت میکردم کپشن و اینا رو مینوشتم دیگه. بعدش پیشنهاد همکاری به من داد. این مثلا برمیگرده به همون اوایل کرونا. خب بعد فرناز چه جور وارد کار قبول شد؟ می‌کردی کار کنی؟ من رستم رد کرد. من سرمایه اولیه نداشتم
اصلا یعنی اینجوری به من پیشنهاد داد که بیا من مثلا این مقدار پولو به تو میدم، تو برو یه 2 تا 3 تا جنسی که احساس میکنی خودت دوست داری رو بیار که به سبک دریم پش بخوره، تو هم مثلا شروع کن همزمان عکاسیار میکنی، محصولات خودت هم داشته باش. حالا یه سری محصولات این تقریبا همه محصولات که مال سامان بود و من اینجوری بودم که نه من سرمایه اولیه ندارم، نمیخوام پول قرض کنم، نمیخوام از تو پول بگیرم و اینجور چیزا. یکم مثلا فکر کردم و دیگه مثلا سامانم خیلی استفاده خودم هم خیلی دوست داشتم. میخواد به من لطفی کنه که چه میدونم یا من قراره بهش لطفی کنم. من احساس می‌کردم خب آخه واقعا هم لطف بود. نه به نظرم که آقا تو به من کمک می‌کنی منم شاید به تو کمک کنم. به نظر من لطف بود، بخاطر اینکه حالا الان میگن چقدر هندونه می‌زنی بغل که، ولی خب به هر حال تو میتونستی خیلی راحت بیای به من بگی بیا فلان قد پولو بگیر و ادمین شو. ولی خب با اینکه اون موقع اصلا زیاد ادمین بودن چیز بابی نبود، اصلا آنلاین شاپ داشتن اون موقع خیلی اینجوری نبود، کاملا متفاوت بود. آره اصلا سبک کار متفاوت بود اینجور چیزا. ولی دیگه خلاصه بعد از اینکه حالا این پیشنهاد داد من گفتم که نه من قبول نمی‌کنم، سرمایه اولیه ندارم و اینا. چیکار کردم؟ رفتم که یه تیکه از طلاهای بچگیمو نمیدونه خودش و مامانم گفتم و مامانم گفت که من نمیدونم مال خودت اونجور چیزا. گفتم مامان میخوام این سرمایه واسه شروع مثلا این کارو داشته باشم. دقیقاً یادمه که یه لینک از یه گوشواره، یه مثلا 2 تا گوشواره جفت بود، یه دونه‌شو من برداشتم بردم فروختم. دقیقاً هم شد 1 میلیون که با این 1 میلیون 2 تا محصول آوردم، کمربند و انگشتر. اینا اولین محصولایی بود که من توی اون پیج آوردم و دیگه از اونجا به بعد بود که مثلا من به صورت رسمی وارد دریم پچ شدم. روز اولش بگو. روز اولش اصلا یه سوال مهمتر الان وجود داره که یه لنگ گوشواره برات داشته یا نه؟ چی؟ الان آره. ارزشش خیلی بیشتر از یه اکانت بازی بوده که من فروختم. چقدر بود؟ واسه ما دخترها خیلی واقعا سخت بود. آرو دلش بود. اتفاقا فکر نکنم موقع خیلی اون موقع خیلی من دوست علاقه خاصی به طلا نداشتم. اینا یه چیزی مثلا لباس. آره یه چیز معمولی بود، ولی مامانم اینجوری بود که مطمئنی میخوای این کارو بکنی. خب دیگه کردیم دیگه و واقعا خوشحالم که این کار کردم. خب اوکی. آره. وقتی که دریم پچ آنلاین شد، اون اوایل با شکل کسب و کار آنلاین چه شکلی خودتون رو بفرستید؟ یعنی قطعا کسی نبود که به شما آموزش بده، کسی نبود که چیزی یادتون بده که چه شکلی میتونید آنلاین کار کنید. چه چالشایی داشتید برای اینکه دیده بشید، برای اینکه بفروشید؟ کارهای پشتش رو چطور هندل می‌کردید؟ چطور کالا رو بفرستید؟ مشتری‌ها رو راضی نگه دارید؟ مشتری رو راضی نگه داشتم که یه مسئله مشخصه. یعنی فکر کنم تمام فروشنده‌ها بتونن مشتریشون راضی نگه دارن اگه بخوان. یعنی مثلا من خودم متوجه میشم آقا طرف پول داده بابت یه چیزی، عکس رو دیده، مثلا من که کارم آنلاین میگم عکس رو دیده، آقا مشخصه قطعاً باید سالم برسه دستش، قطعاً باید با عکس یکی باشه. تو این 2 تا نکته رو رعایت کنی دیگه از هیچ چیزی نمیتونه اصلا شکایتی بکنه. حالا اوکی زود رسوندنش که اینا 100% زود برسونی دستش و حالا یکی سالم بودن، یکی همون چیزی که تو عکس بودنه. یعنی میگم کار ساده ایه که خیلی ها هم اتفاقا انجام نمیدن، ولی همین خودش چالش بزرگیه ها. یعنی تو همین چند سال قطعا پیش میاد که خطایی پیش بیاد، نتونیم اون چیزا سالم برسونی، مشتری ناراحت بشه، شاکی بشه که باید تو اونو برطرف کنی. ولی راجب یه نکته دیگه که گفتی چی بود؟ چه شکلی اوایل آره اینو فکر کنم اونو بعد فرناز بهتر میتونه بگه چه جوری مثلا به نمایش میذاشتیم و قالب اون موقع این است خیلی با الان متفاوت بود. مثلا همه چیز توی پست و استوری خلاصه میشد. تازه حتی اون موقع هم که آنلاین شد فالوور زیادی نداشت. نه فکر کنم 10,000 تا حدوداً. آره یه چیز بگم همین الان زیاده نسبت خیلی. مثلا فروشگاه دیگه نگم ولی میخوام بگم اینو چون انجامش که نمیدم و خیلی هم پشیمونم از انجامش. من ابتدای شروع کار فکر می‌کردم مثلا فالوور گرفتن از این اپلیکیشن ها میتونه خوب باشه. فالوور فیک میفروختن. آره همین الان هیچ چیزی نداشت. آره الان هم میفروشن. هیچ علم دانشی نداشتم، همونجوری که میگی کسی بهم یاد نداده بود و رفتم حدودا 10,000 تا گرفتم. 7,000 تا اگه اشتباه نکنم. آره یعنی اون 10,000 تا 7,000 تاش فیک بود. یعنی ما مثلا تقریبا با هیچی شروع به چیز کردیم. آره حتی یه ذره مضره اینا هست. آره ما چند سال بعد از این قضیه سامان شروع کرده بود دونه به دونه دیلیتشون می‌کرد. شاید مثلا 4-5 هزار تاشون دیلیت کرد. اینستاگرام میتونی تمام دیتایی که پیجت داره رو بگیری. چه حالا تمام پست‌ها، تمام استوریایی که تو الان گذاشتی
تمام لیست فالوورات اینا رو من پی دی اف گرفتم. پی دی اف خارج میشم از پی دی اف فالوورها رو گرفتم و بر اساس تاریخ فالو کردنشون بهت میده اون لیست. من رفتم پایین اون 10,000 تایی که مثلا مال اون سال بودن دونه دونه کپی می‌کردم، یوزر رو می‌رفتم تو حساب پیست می‌کردم، پیداش می‌کردم، ریموو می‌دادم چون بعد مشخصم بود فیک. خیلی کار حوصله سربری بود. 4000 تا 5000 حتی بعضیشون دایرکت میداد میگفت توضیح میداد، اگه جواب نمیدادن میفهمید که مثلا آره کار دستیه و احتمال خطا داره. فکر کنم مشتری تو ریموو کنی. دیگه چند از روزی هم مجبور بودم مثلا 50 تا دونه انجام بدم که پیجمون بلاش نشه. نمیشه یو بری همه رو پانتون بزنی. خیلی کار سختی بود. اوکی برگردیم. آره داشتم میگفتم موقع کلا قالب اینستا خیلی با الان متفاوت بود. ریلز نبود به این شدت، اصلا آنلاین شاپ وجود نداشت و من هیچ وقت هیچ چیزی رو آموزش ندیدم. حقیقتا یه مقدارم اصلا قبول ندارم این قضیه. خیلی بیشتر قبول دارم که تو اینستا اگه هی آزمون خطا کنی یا بری ببینی پیجای دیگر رو الگو بگیری و اینا خیلی بیشتر بهت کمک میکنه. ولی هیچ وقت از هیچ جا آموزشی چیزی ندیدم. صرفا میرفتم و شروع کردم گشتن توی پیجای دیگه. مثلا میرفتم نگاه میکردم این پیج چی کار میکنه، اون پیج چی کار میکنه، پستش چه شکلی گذاشته. به رفت دیگه شاید حتی بگم مثلا سعی کردم شبیه اونا یا کپی کنم ازشون. به نظرم هیچ ایرادی نداره، نه اینکه بگم عیناً شبیه اونا، شاید اصلا محصولم متفاوت بود ولی ایده خیلی میگرفتم. هنوزم همینجوری ایده میگیرم از خیلی چیزا، آن شاپای خارجی ایرانی. و اینجوری بود که شروع کردم اینستاگرام که کلا خلاصه میشد توی پست و استوری. تقریبا همه چیز پست بود، یعنی ما حتی فیلم ها هم پست می‌ذاشتیم. تو نگه دار این راجع به همین کپی کردن اینا می‌خوام صحبت کنم. توی اینستاگرام مخصوصا ایران اصلا فکر نکنم که اسمی به عنوان کپی وجود داشته باشه. این کار هنری نیست آنچنان که مثلا موزیکی طرفو بری کپی کنی. میدونی همش راجع به ایده گرفتنه. تمام پستایی که گذاشته میشه چه تو بلاگرها چه تو آنلاین شاپ‌ها چه همه جا توی ایران اینجوریه که آقا یه کلیپ می‌بینه ترند شده و دوست دارم میگم ما هم تو زمینه کاریمون انجامش بدیم. آره درستش همین. آره من اگه یه نفر بیاد عین کلیپ منو برداره انجام بده هیچ وقت ناراحت نمیشم. یه چیزیه که ترند شده دیگه. هیچ مشکل داره اینو بگم. اینه که آقا طرف عملاً شده ها خیلی ویدیویی که فناز درست کرده رو دانلود میکنه میره این هنوزم میشه. هنوزم خیلی اتفاق میفته. آره همین چند روز پیش مستقیما هم نه حالا جدا از اینکه این قضیه مشکل داره که دزدیه کاملا به نظرم، ولی شبیه اون محتوا درست کردن به نحوی حتی برای خود اون شخصی که لایسنس اورجینال رو داره مفید میتونه باشه چون بیشتر اون ایده ترند میشه، بیشتر آشنا میشن مردم. و کلا از اون موقع تا الان همین شکلی بود برای من. یعنی هنوزم که هنوزه هیچ چیزی رو نرفتم آموزش ببینم، از این دوره ها و اینجور چیزا نخریدم، موافقشون نیستم. به نظرم بیخود و بی‌جهتم و فقط چقدر طول کشید تا به مرحله تبلیغ دادن برسید داخل دیدیم پرچم؟ اون اوایل آیا تبلیغی دادید؟ فکر کنم از همون اوایل شروع کردیم تبلیغ دادن، تقریبا از همون اوایل ها، شاید چند ماه از این که مثلا سفت و سخت شروع کردیم کار کردن. چه سوالی بود که چی شد که فهمیدیم مثلا میتونه امیدوار شده این حرف؟ هم تبلیغایی بود که چند بار اول دادیم. سال اول فکر کنم اون موقع که کرونا شروع شد چند تبلیغ دادیم. یکیش پیج آرمان فریک بود، یکیش هم آرمان فریک. آره خیلی تبلیغ دادیم، اینا تو ذهنمونن خیلی بیشتر از اینا. آره اینا رو داشت فکر کنم 2-3 تا بود که واقعا خوب بود برام بار اول که تبلیغ دادیم، مخصوصا واسه اینکه فروش آنلاین نداشتم دیگه. داخل همون دوره کرونا بود. آره من یادم یه آقایی بود که توی همین اهواز بود، اسمش رو یادم نمیاد. آره فکر کنم این اولین تبلیغی بود که باعث شد مثلا سامان اینجوری شه که مثلا 10 نفر توی یه شب سفارش دادن. آره خیلی بعد اولین باری که من حالا میپرسیدی میگفتم که وحید فرزین به پیج شما هیچ ربطی نداره اصلا، ولی من یادمه که مثلا اینجوری بود که به نظرم هیچ وقت آدم اولین باری که میفهمه میشه رو یادش نمیره. اون موقع مثلا انگار یه چراغ روشن میشه آقا میشه، مثلا شدنیه اگه بیشتر ادامه بدی و اینا. و آره دیگه از اونجا بود که فکر کنم شروع کردیم تبلیغ دادن. تا یه تایمی خیلی طولانی هم تبلیغ میدادیم، فکر کنم 1 سال اینا مداوم پیجای ریز پیجای بزرگ. طبیعتاً جواب تبلیغایی هم که میدادید میگرفتید که ادامه میدادید. آره که نگرفتیم تا جایی که میگرفتید بهتره بگم تا جایی که دیگه مثلا شروع کردیم خیلی بیشتر از اکسپلور جواب گرفتن.
یعنی مثلا اینستا عوض شد. سعی می‌کردم آره اینستا سبکش عوض شد، بعد ما محتوامون یکم تغییر کرد، سعی می‌کردیم مثلا بیشتر فیلم و اینا. آخری هم به ما دیگه جواب خوب. آره بعد چند تا تبلیغ آخری که میدادیم اصلا بازخورد خوبی نداشت، یا رفتارشون بد بود یا تو ذوقمون میزدن و اینا دیگه. مثلا ما از اونجا بعد خیلی بیشتر سعی کردیم روی محتوامون تمرکز کنیم تا مثلا اینکه مثلا بخوایم روی تبلیغات تمرکز کنیم. تا الان هم این قضیه ادامه داشته حقیقتا. همینجوری دیدیم 5 تا نزدیک 100 کا اومده. آره 4000 تا دیگه به 100. آره تقریبا. بچه‌ها هول بدید. امیدوارم وقتی داره اینو میذاری 100 کا شده باشه. برید چک کنید. شاید 100 کا شده باشه تو. خب کجا بود که احساس کردید دیریم پچ رو میشه بهش گفت یه کسب و کار موفق، یه کسب و کاری که اصلا از نظر تو همین الان هست کسب و کار موفق دیگه، درسته؟ آره فکر کنم اینکه زندگی تقریبا 3-4 نفر آدم روش میچرخ نیست؟ آره چرا اینجوری می‌کنی؟ چه بحث طولانی. من خیلی نکنه میخوای بگی نه. چرا ما من به نظرم نه این که ببین من اگه مثلا می‌خوای به این فکر کنی که روز پایین و بالاش و الان تو روز پایینشی خیلی فرق می‌کنه با اینکه فکر کنی یک کسب و کار موفق نیست. نه به این فکر نمی‌کنم. نه بیشتر دنبال یه نقطه عطفی هم که به اونجا رسیدید و اینجوری بودی که من خوشحالم که این کارو کردم، من خوشحالم که دیریم پچ رو دارم، من خوشحالم که وقت گذاشتم هزینه کردم. حتما خودش نقطه خاصی من چند روز پیش بهش میگم الان من 27 سالمه و خیلی ها رو میبینم مثلا تازه شروع به کار میکنن هر کاری این طرف الان اون گیمه بود که گفتم فروختمش تا الان مثلا دارن گیم ادامه میدن و هنوز دارم فروختنش. فکر کن تمام این 6-7 سالی که من گذروندم اینجا مثلا یه عمر بوده و این کسب و کار بزرگ شده و فرناز اومد و کرونا شد و اینا رو تازه من می‌خواستم مثلا 27 سالگی یا 30 سالگی شروع کنم. چقدر همه چیز فرق می‌کنه. حالا نمیگم دیر بشه یا زود بشه و این حرفا مثلا نیست. خیلی هم مثلا میونی کارو شروع میکنن مسیر 10 ساله‌ای که من میرم و طرف توی 6 ماه میره. نمیشه اینجوری زندگی رو کلا محاسبه کرد. ولی کلی میگم گفتم از این خوشحالم که همون موقع شروع کردم. با همه چالشش. اوکی. خب از روزی که دیریم پچ شروع به کار کرده تا الان البته این سوالی که میخوام بپرسم و یه جوری اول صحبتت خودت جواب دادی، چه پیشرفتایی کرده، چه چیزهایی اومدن جلو پاش و باعث شد دیریم پچ بزرگتر بشه، کاملتر بشه، بهتر بشه به جز آنلاین شدنش صرفا. فکر کنم گفتم این حرفا رو ولی تو هم به نظرم تو نگفتی راجعش. ببین یکی از چه پیشرفتی کرده دقیقا متوجه نمیشم منظور چیه. جایی که دیریم پچ شروع کرد شما با پیکسل و پچ شروع کردید، الان خب طبیعتا خیلی متفاوت تره. یکی از بزرگترین پیشرفتاش حالا به جز اینکه محصولات تقریبا شاید 10 برابر اون موقع شدن، فکر کنم تعداد محصولاتمون هم مثلا میتونم یه آمار بدم مثلا 33,000 تا محصول الان تو سایت موجوده تقریبا. نمیدونم یه آماری هست که اون آره حالا چیزی که فروخته شده یا چیزی که تموم شده اینا هم هست ولی کلا 33,000 تا محصول الان توی سایت موجوده. شاید هم بیشتر. این چیزیه که هر روز وارد میکنه. 33,000 تا محصول ریزه یعنی دونه بدونه یه جوراب ها و تمام طرح‌ها اینا هم هست. آره ولی تقریبا 33,000 تا محصول همون آمار 10,000 خورده 10,500 تا فروش به نظرم بزرگترین چیزیه که حالا دستاوردش. بزرگتر از همه اینا یه چیزی که واسه ما خیلی خوب بوده اضافه شدن پیج لباس بود که کلا داستانو یکم عوض کرد واسه ما. از اینکه فقط روی یه سری محصولات کار کنیم کلا توی یه لاین دیگه شروع به فعالیت کردیم و اینکه خیلی روندی نبوده که بگم یهویی اتفاقی افتاده بگم وای این پیشرفت کرده. حالا بجز این قضیه پیج لباس که اضافه شده ولی یه چیزی بوده که خیلی خورد بوده. یعنی میتونم آره خیلی آروم به سمت پیج لباس هم باید داستانش تعریف کنیم. آره پیج لباس هم هست حالا اون تعریف می‌کنیم ولی کلا یه چیز آروم دارم. مثلا میتونم خاطره های کوچولویی که باعث شده فالوور بگیریم یا یکی بیاد مثلا توی خیابون بشناسنت بگن تو همونی هستی که ما ازت خرید کردیم. من خیلی برام پیش میومد مثلا دانشگاه که میرفتم یا توی یه جمع دوست جدیدی که میرفتم میگفت باشگاه مثلا جای خیلی ساده مثلا میریم که من خرید کرده بودم من مثلا شما خرید کرده بودم. این اتفاق وقتی میافتاد دیگه مثلا من پرواز میکردم. و چقدر قشنگ که این اتفاق تدریجی افتاده، یعنی چیزی که دیریم پچ بوده با چیزی که الان هست خیلی فرق میکنه و کاملا نامحسوس
آره خیلی، یعنی تقریبا همه چیش فرق می‌کنه. خانواده‌ام اسم پیجمو شاید نمی‌دونستن. خب میخوای پیج لباس صحبت کنیم؟ آره داستان پیج لباس رو بگی، بعدش یه آره، بریک من- میریم تا سفارشمون هم برسه. پیج لباس اون داستانی که اولش تعریف کردم که میگه قبول میکرد که بیاد همکاری کنه، برعکسش برای ماجد پا افتاد. نمیشه گفت دقیقا همون جوری، ولی خب اوکی. شکلی بود که ما چند سالی بود که دیگه داشتیم کارمون تخصصی اکسسوری بود، کلاه و جوراب و کیف و نمیدونم تمام چیزا، انگشتر و چیزا. فرناز هی دائما من پیشنهاد میداد که خب به نظرم باید لباسم شروع بکنیم، چون من خیلی دوست داشتم. آره، هم کلا دوست لباس رو خیلی دوست داشتم. آره. دوست داشت دیگه کاری بود دوستش شروع بکنه. منم مخالفش نبودم، فقط انگار فقط مخالفش بودم. نه هیچ وقت مخالف نبود، فقط چیز بود خیلی درگیر همون پیج دریم پش بیشتر بود و ذهنش اصلا انگار سمت لباس درخت شده بودم. این چیزی میگم واجهی نمیتونی تکون بخوری اون لحظه، نمیتونی به چیز بیشتری. اما انگار چی میگن ناحیه امنی داری برای خودت از اون خارج شدنش. دوست دارم تغییر ایجاد کنی، یا مثلا هی پشت گوش میندازی، پشت گوش انداختنه بود خیلی. سخته برات. آره که دیگه یه بیدار شدم دیدم پیج لباس داریم، فرناز من بدون که هیچی بگم احساس کردم که اگه بخوام منتظر بمونم یکم طول میکشه بیشتر از اون چیزی که من خودش رفت سفارش داد. آره رفتم لباسا رو سفارش دادم، عمده فروششون رو پیدا کردم، صحبت کردم، برام فرستادن و پیج لباس رو زدم و گفتم بفرما فالو کنید. البته میگم ما تو خود دیرین پچ که پیج اصلیمون بود هم یه مدت سعی کردیم لباس کار فکر کنم کنیم. دلیل اینکه دوست نداشتی هم همین بود، یه بخشش همین بود. شاید آره تو پیج اصلیمون که اگه خودت یاد باشه که حالا نیازی توی ویدیو بگیم، ولی یه سری عکاسیاشو خود زحمت کشیدی خوب نبود، اصلا تجربه خوبمون نداد، به خاطر اینکه نمیدونم شاید من حس کنم خود لباسا من میشم من زیاد جالب نبود. نه من احساس می‌کنم دقیقاً اشتباه من همیشه گفتم اشتباه ما این بود که توی پیج اکسسوری جای به نظر من لباس نبود، باید جدا کار پیج اصلیمون لباس حالا بمونه هودی و این چیزا آوردیم، پیراهن تمام لباسای این شکلی فروختیم همه رو، ولی جواب اونجوری که می‌خواستیم نتیجه نگرفتیم، واسه همین دیگه کلا انگار زده شدیم. دردسرش هم زیاد بود آره، توجه به عکاسیایی که می‌کردم. ولی که گذشت و پیج لباس خیلی آماتور اون موقع شروع کردیم به عکاسی احساس می‌کنم نیاز خیلی نیست. پر دردسر بود. آره یعنی مثلا رفتیم آتلیه گرفتیم. خیلی خب یه استراحت کوتاه بریم برگردیم. خب ما برگشتیم، سفارشمون هم رسید و بریم ادامه صحبت‌ها. بچه‌ها به عنوان یه آنلاین شاپ بهترین و بدترین تجربه‌ای که داشتید چی بوده؟ از کار کردن داخل آنلاین شاپ. نه بدترین رو من میتونم بگم، بهترین تو از کار کردن یا از اتفاقی که حالا واسه شاپت افتاده؟ همون یکی هم. بهترین اتفاق وقتی که پستت میره اکسپدور یه عالمه آدم به پیجتون میارن و میگن وای با اینو میخوایم ما اونو میخوایم. بهترین اتفاق برام همینه، به علاوه این قضیه که رضایت‌های خیلی بلند بالا برات بفرستن، مثلا از چیزی تشکر کنن که مثلا معمولا اتفاق نمیفته. اینم خیلی حال میده. من چند پیش داشتم به پویام میگفتم یعنی قطعاً کوچیک‌ترین چیزی نارضایتی توی سفارش باشه همه میان اطلاع میدن، یه دایرکت یا زنگ میزنن، ولی مثلا من به عنوان فروشنده بیام یه کار مثبتی کنم، هدیه‌ای بذارم که طرف اصلا نخریدتش، یا مثلا بیام لطف کنم دیگه، مثلا طرف میبینم تولدشه براش گیفت میذارم، اینا خیلی وقتا دیدم که هیچ پیامی نه تشکر یا پیام هیچ چیز نیومده واسه. این یکم بده به نظرم. هر کی که میبینید داره یه گیفتی میده، یه چیزی میده که مثلا خوشحالتون کنه، همونجوری که کار بده رو میاد میگین خوبه هم گفته بشه، خیلی حساب میکنم. اصلا از همینجا شروع شد که من داشتم برای شما تعریف میکردم. من این کتابی گرفته بودم که این کتاب وقتی رسید دستم مهر اون فروشنده روش خورده بود. من زنگ زدم شاکی شدم از اینکه چرا مهر خورده، کتابو خراب کرد. فروشنده کتاب لیمیتد ادیشن بود. آره حالا کتاب عادی نبود. کتاب عادی مهر مهم نیست. من زنگ زدم شاکی شدم که چرا با این کتاب این کارو کرده و فروشنده هم خیلی محترمانه خیلی خوب از من عذرخواهی کرد. گفتش که چیکار می‌کنم براتون می‌کنم، اگه می‌خوای کتاب پس بفرستید من کتاب دیگه‌ای بفرستم. که تهش من گفتم نمیخواد، کارش نمیشه کرد دیگه. این کتابم مثلش نبود.
چند وقت بعد فروشنده برای من گیفت فرستاد. یه گیفتایی هم فرستاد که من واقعا دوستشون داشتم. آفرین. واقعا. تشکر کردی الان. تشکر خیلی مهمه. یادم رفت تشکر کنم. انگار اون میدونی آدم شاکی شدن داغش بیشتره تا اون چیزا. متاسفانه. شاید بفهمم چه حسی میکنه آدم تو لحظه. میدونی انگار خوشحال میشی بعد مثل میکنی اصلا لازم انگار خودش میدونه الان داره خوشحالت میکنه دیگه نیازی نیست تشکر کنه. نمیدونم. انگار نیاز به تشکر خوبه که گفته بشه. آقای آی پهباد اگه این ویدیو رو میبینید من اون گیفت ها رو بعد از 5 6 سال دارم و خیلی برام با ارزشم. ممنونم. این از این. 5 6 سال این قضیه طول کشید از یارو تشکر نکردی؟ آره. تو یکی هستی. این از اون مشتری رو مخواست. گیفتای میام فرستادم. برای من حداقل جالب. حالا بدترینم. بدترین تجربه که داشتی سامان منتظره بگو. چند تا اتفاق افتاده من 2 تاشو میگم. به عنوان بدترینش این بود که همون دوره‌های اول شروع کاری که بود که فکر کنم هنوز واقعا کار نمی‌کرد. من رفتم تهران بازار بزرگ دیگه رفتم جوراب خریدم برای اجازه مثلا موقعی بود که دیگه هم دیدم فروشم خوب شده خب برم تهران خودم خرید کنم دیگه آنلاین نگم قیمت خوب پیدا کنم و زیادتر بخرم. فکر کن حالا با اون امید و اون ذوق و این اشتیاق رفتی تهران و پول رفت و آمدت هم خودش اونجا برات مهمه دیگه چون من گفتم با چه مبلغی شروع کردم. آره. این رفت و آمده هزینه ها. یعنی هزینه یه دیگه. آره. هر سری اون رفت و آمد هزینه کنی. نمیشه. مثلا اوایل نمیشد. فکر کنم مثلا یک کیسه انقدی من میرفتم خرید میکردم اون کل سرمایه‌ام میشد در انقدر. حالا مشخصه یعنی. رفتم صاحب خرید کردم جورابا رو گذاشتم تو کیسه. بعد رفتم پیش اون فامیلمون که پیشش مدت یک هفته که پیششون بودم گذاشتم تو صندوق عقب ماشینش و رفتیم جای شام بخوریم. چیت کردیم باملند اون سمتا و داشتیم برمیگشتیم که غذا رو خوردیم برمیگشتیم طرف 11 شب دیدیم که ماشین رو دزد زده. وای بدترین هست دنیا. آره من اینجوری کف جدولش خیلی بد بود و کل خریدای اون روزه قصد طرف مثلا من این کفش برای خودم خریده بودم با جعبهش برد یعنی کاملا آکیپن از ویزلند خریده بودم. بچه‌ها شما شرط ندارید. کفش برای سامان خیلی چیز عجیبیه. این کسی پارو کفشن بذاره انگار پارو صورت هم داشته. آره اون کفش رو برد جورابا رو برد و حالا خدا رو شکر می‌خواست یعنی داشت تلاش می‌کرد ماشین رو ببره یعنی من دیدم سیما آویزون بود و می‌خواست بوکسل کنه به موقع رسیدیم. آره با اون جنسای من چیزی نبود ولی خدا رو شکر باز ماشین رو داشتیم ماشین رو اتفاقی براش نیفتاد و این یکی از بدترینا بود مخصوصا اینکه شروع کارم بود اینجوری شد. یکی دیگه هم بود. دومیشو نمیدونم کدوم انتخاب کنم ولی دومیش بکنم این باشه که پیجمون رو گیر دادن بابت حجابی که رعایت هم کردیم و با مدت یک هفته کلا خط من مسدود بود تهدید شدیم برای دفعات بعدی کلا اذیت شدیم دیگه ما خیلی از پستامون رو پاک کردیم سبک کارمون متاسفانه تا اینکه محدودتر شد عوض شد یکم این خودش خیلی زد سر مسئله حجاب به پیجتون گیر دادم و تاثیر گذاشت رو کار. آره تاثیرش این بود که پست‌ها رو حذف کردیم آرشیو کردیم این خیلی باعث شد از الگوریتم خارج شیم به مدت در یکی دو ماه تغییر کرد. خب بهترین مشتری که داشتی کی بوده چی بوده چجوری بوده چیزی که تو ذهنتون مونده باشه؟ بهترین مشتری برای اینکه جداش کنیم از هم دیگه یه بهترین مشتری میخوام یه مشتری که بیشترین خرید رو ازتون کرده هیچ نیازی نیست من یکی باشن. اوکی باید اسم بیارم یعنی اسمشو بگم هر دو خودت راحتی فکر کنم نگم بهتر بشه. آره به نظرم شاید دوست نداشته باشه. آره. ولی یکیشو میگم که خودم باش حال میکنم خیلی رو دیدم من کارم بسته‌بندیه دیگه اینو نگفتم فکر کنم کار من یکی از کارهایی که انجام میدم یکیشون بسته‌بندیه که این چه دیگه محصولا رو بسته‌بندی میکنم برای مشتری. فکر کنم اینو اصلا نگفتیم که کارمون توی دیرینپچ چیه. آره من کارم به طور کلی تولید محتواست تو دیرینپچ یعنی کلا محتوایی که تو دیرینپچ میبینید کار منه. آره و دیگه حالا بقیه‌شون خیلی خورده ریزن. سامان هم مهمترین کاری که میکنه یکی ارتباط با مشتری است و بسته‌بندی اگر اشتباه نکنم. دیگه بقیه‌اش هم کوچولو مثلا با هم دیگه میریم که چه جنسی رو سفارش بدیم با عمده فروشا صحبت کنیم بازار بریم اینا هم هست داره دیگه
بیشترین کاری که در روز انجام میدیم همون چیزی که الان گفتم. خب اوکی، راجع به بسته‌بندی این که بگم خب من بیشتر با مشتری در ارتباطم، به همین تبلیغ دارم مثل سفارش‌ها رو می‌بینم، اسما رو بیشتر می‌بینم. من فامیلی معززیه و هیچ چیزی تو کشور تو اهواز ندیدم اسم یه خیابونی به اسم معززی باشه. چه می‌دونم لطفاً پیگیری کنید. نه اینو بگم اصلا من فامیلی به اسم خودم کم می‌بینم. معززی، عزیزی خیلی بیشتر. عزیزی هست مهم. حالا چند روز پیش میگم مشتری رو می‌بینم باشون صحبت می‌کنم، آدرس‌ها رو می‌خونم، یه کوچه معززی پیدا کردم. تهران بود. تهران بود. چرا؟ شده عکس فرستادم. چه چیزی بالاخره کوچه بهترین اتفاقی که افتاده اینه که یه کوچه معززی پیدا شده. آره یکی از چیزای جالبش بود و دیگه همین خواستیم راجع به چیز بگیم مثلا بهترین مشتری که یکی از خیلی هاشون هست، یکی شمال هست، ما مازندران بود، رویان درسته؟ شهر رویان درسته میگن؟ آره رویان اسم شهره؟ آره درسته. اونجا ما یه مشتری داریم، حالا اسما رو نمیگم ولی مشتری خیلی خوبه، اون بعد یه حالت بین دیگه به دوستی میخوره، میدونی استوریا رو ریپلای میکنه، آیدیش که میاد بالا داره مثلا صحبت میکنه دیگه میشناسیمش میفهمین. آره یکی بود به اسم امیر، به اسم کوچیکشو میگم، امیر مشتریم بود، ایران بود و مهاجرت کرد رفت برزیل و با اینکه اونجاست همیشه حالا ما رو میپرسه، مثلا نمیخواد خرید کنه ولی استوری میذاریم چند وقت یه بار. آره نمیتونه خرید کنه دیگه. آره سخت میشه فرستاد. ولی پیج پیویمو فالو کرد، با هم دیگه صحبت میکنیم، دوست شدیم ما هم. خیلی جالب بود، خیلی باحال بود. بچه خیلی گلی بود، مشتری اینجوری زیاد داشت. آره واقعا کسایی هستن که مثلا پروفایلشون رو می‌بینی میگی اصلا دستت با اینکه کار من نکار سامان دایرکت جواب دادن نیست، این ادمین داره خودش به طور کلی ادمین جدا داره، ولی مثلا دایرکت های کسایی که میشناسیم معمولا باز می‌کنیم، خودمون مثلا میخونیم، حداقل حتی اگه جواب داده باشه ادمین بازم ما میخونیم و اینا. انرژی خوبی میده. خیلی واقعا یکی از بخش‌های خوب کار دقیقاً همین ارتباطیه که با کسایی که حالا حتی شاید مشتریت هم نباشن ولی خیلی بهت انرژی میدن، میگه این که بهترین چیزاشو واقعا. اوکی خب حالا میخواید چون چند بار گفتید ادمین اینو بگید که الان داخل دیم پچ تارا خانم الان داره پشتم الان تارا دیرپش ادمین داره، ادمین جفت پیجامونه، یعنی جفت دایرکتور جواب میده، واقعا فکر میکنم کارشو عالی انجام میده در نوع خودش، خیلی آدم پیگیریه، خیلی حواسش هست، خیلی ما رو دعوا میکنه به خاطر کاری که باید انجام بدیم، حالا به خاطر مشغلمون پشت گوش میندازیم، یعنی کاملا طرف مشتریامونه. اینجوریه که شماها باید این کار چرا این کار نکردی، حق داره مثلا فلانی شاکی بشه، فلانی اینجوری کرده، تو بعد این کارو می‌کردی، تو این کارو می‌کردی، کاملا اینجوریه. ولی واقعا کارش رو به نظرم به نحو احسن انجام میده. حلال خوره. در حال حاضر غیر از شما فقط تارا داخل دیم پچ کار من و تارا و فرناز 3 نفریم. چند نفر قبلا بودن اومدن جابجا شدن. خب اوکی جابجایی داشتیم. حالا میرسیم داشتید راجع به بهترین مشتریایی که گفتید، بدترین مشتریایی که داشتید. داشتیم اینم قطعا سامان میتونه بگه. داشتیم اصلا کلا داخل آنلاین شاپ یکی از چیزای مهمش و جایی که همه خیلی مشکل دارن اینه که من اصلا تو دوربین نگاه نمی‌کنم، خیلی دوست دارم نگاه کنم ولی نه اوکیه، اینه که مشتری خیلی راحت‌تر شاکی میشن، با شدت بیشتری شاکی میشن و حالا بعضا هر جوری که دوست دارن برخورد میکنن دیگه. به خاطر اینکه چش تو چش نیستی با طرف، از پشت گوشی آدم‌ها یه آدم. شما چه شکلی با این قضیه برخورد میکنید؟ آیا داشتید، نداشتید؟ ببین چیزی که من الگوی کارم قرار دادم، یه آقایی بود خیلی سال پیش من باش کار میکردم، اولین خریدام بود، استیکر که باشون کار میکردم، تولیدی استیکر بود تو تهران. این آقا بعد یه مدت دیگه کار دست خودش نبود، کارو میسپرده بود به چند تا پرسنل. من با اونم مشکل خوردم، بعد به این مدیریتشون صحبت کردم، گفتم آقا اینا چرا با من این شکلی صحبت میکنن، چرا اینجوریه، چرا یه عذرخواهی خیلی زیادی از من کرد و گفت آقای معززی اینا متوجه نیستن که شما متوجه ارزش مشتری نیستن، متوجه این نیستن که آقا شما چقدر برای این مجموعه مهمی که مثلا روزیه این مجموعه رو شما میاری. میفهمی منظورش چی بود؟ یعنی خیلی‌ها نمیدونن.
دیدی خیلی از آنلاین شاپ‌ها با تو جوری برخورد میکنن، خیلی آنلاین شاپ‌ها کلا نمیگم با فروشگاه، که انگار داره بهت میفروشه، داره بهت لطف میکنه، که مثلا درست پاسخگویی ندارن، درست جواب نمیدن. و من دقیقاً خلاف این الگوی کارم قرار دادم و دوست دارم همیشه اون مشتری که از من خرید میکنه بدونه که همیشه با احترام بهش برخورد میشه، همیشه بعد اینا هم واقعا ببخشید تو کلامت، ولی واقعا مثلا یه خصلتیه که هر آدمی نداره. یکی از دلایلی که سامان کارش ارتباط با مشتریه، هیچ وقت کس دیگه واسه این کار نذاشتیم، یا حتی من یه مدت جاش کار کردم، واقعا کار اعصاب خورد کنیه. یعنی اینکه هر کسی کوچیکترین مشکلی توی، بعد به قول تو از پشت تلفن آدما کلا یه جوری دیگه باهات برخورد میکنن، هر جوری که دلشون میخواد، هر حرفی که دلشون میخواد. خیلی باید خودتو بتونی کنترل کنی و هی به خود یادآوری کنی که این هرچی هم که باشه کسیه که اصلا کار تو رو داره سر پا نگه می‌داره، حالا چه راضی چه ناراضی، به هر شکلی تو مثلا باید رضایت این طرف رو بگیری، حتی اگه احساس کنی یه جایی حق مثلا با. به نظرتون کسی که میخواد آنلاین شاپ داشته باشه این خصلت رو باید درون خودش داشته به باشه؟ نظر من باید داشته باشه ببین واقعا. اینجوری من هیچ وقت اینجوری ندادم که آقا چه می‌دونم، خیلی ها رو دیدم شکلی از فروشگاه، آقا مثلا برای چی می‌خری از ما، برای فلان، انگار مثلا می‌دونی یه جوری برخوردشون اینه که نه، من درست متوجه منظورم میشه یا نه، براشون مهم نیست. به نظر می‌خری از من من اونا نخر. کارشون یعنی به نظر من چیز غیر طبیعی نیست، یعنی طرف آخرش میگه که با اگه راضی نیستی جنسو پس بفرستین از ما خرید نکنیم فلان، ولی سامان اصلا همچین چیزی تو کتش نمیره که یه نفر بیاد بگه من راضی، اون من راضی نیستم. مطمئن باشی که داری چی میدی دست، که بدونی طرف واقعا چیزی که میخره آقا دقیقا همون چیزی که میخواد و جنس خوبشو داره میخره، تهیه میکنه با قیمت خوب، که دیگه جای چیزی نمونه که تو بخواد شاکی بشه. میدونی چی میگم؟ نمیمونه و اگه واقعا همه این موارد رو رعایت کنی. اوکی، ولی خب باز مثلا پیش میاد که آدم تو یه عصبی میشه. کالای خوب و دقیقا همونی که معرفی کردی و با کیفیت خوب به شکل درست ارسال میکنی، چیزی که دست تو نیست. پست به مشکل میخوره، 2 روز دیرتر میرسه. آره قطعا. این میگم نداشتیم، داشتیم، زیاد داشتیم مشتریایی که من همیشه با ادب و احترام باشون صحبت کردم و فقط بد و بیرا شنیدم در مقابلش. انگار مثلا طرف چه میدونم مشکلات دیگه تو زندگیش هم من درست کردم. میدونی چی میگم؟ دقیقاً همچین چیزی درست کردیم. پوینتش همینه دیگه. مثلا یه جایی میشد من گفتم سامان برای من تعریف میکرد، مثلا امروز فلان مشتری مشکل رو داشته، من گفتم اصلا یعنی چی نمیخوام، ما که مثلا کارمون درست انجام دادیم فلان. بعد همیشه سامان اینجوری بود که نه خب ببین مثلا بازم هر چی باشه مثلا مشتریه، نمیخوام ناراضی باشه. یعنی هر کسی به نظر نمیتونه این کار انجام بده که مثلا آره. عکسی رو من دیدم، نمیدونم حالا راجع به کجای ایرانی بود یا خارج بود، ولی داشت میگفت که تمام این بدرفتاری‌ها چرخ است، یه سرکله که از این به اون میشه. میدونی چی میگم؟ یعنی مثلا اونی که داره با من بدرفتاری میکنه تو اینترنت، احتمالاً باباش اون روز صبح بهش دعواش کرده، داد زده سرش، یا صاحبکارش اون روز صبح باش بد حرف زده، میاد با من صحبت میکنه و اسم میکنه اونجا اوکیه که بیاد الان خودش رو خالی کنه. منو میخواد مثلا من ظرفیتم پر میشه، من میرم مثلا چه میدونم با کسی که زیر دست منه داره واسه من کار میکنه بعد. خیلی به نظرم ایده است، یعنی همین چرخه نیست اینجوری به نظرت؟ به نظرم یه نفر اولی بوده که تصمیم گرفته خودش رو کنترل نکنه، یه نفر آخری هم هست که تصمیم میگیره خودش میتونی خودت رو کنترل کنی به نظر من. میشه. آره خب همین رو میگم. آره. یعنی اینجوری نیست که من ولی هست، به نظر من هست. حالا مخصوصا اون شکلی اون دایره‌ای که کسی خودش کنترل نکنه. آره داخل هوای میتیون مادرم بارنه میگفت چی یه لینک سیرکل یه همچین چیزی اسمش بود. به نظر من هست و الانم خیلی تو ایران زیاد شده که کنترل نمی‌کنن خودشون، همه دیگه خالی میکنن، فقط کسی خودش نمیریزه. ولی طبیعتا کار درستی هم نیست دیگه خودش بریزه؟ نه که خودش این حق رو بده. خالی کنه. آره قطعا کار درستی نیست ولی انجام میشه. چند پیش میاد آدمایی مثل سامان لطفا این کار نکنید. آره من تعریف کنم. اینو ازم پرسید که بهش بگم دیگه. آره. تجربهاتون چیزایی که آره. یکیشو تعریف میکنم، یکیش تعریف کنم که فکر کنم 3 سال پیش بودن. مشتری اهوازمون، خب بچه‌های شهرهای دیگه که خب قطعا با پست تیفاکس براشون ارسال می‌کنیم، ولی بچه‌ای که اهوازن رو من همیشه از همون ابتدای کار با اسنپ باکس ارسال می‌کردم. یه روز ظهر بود، یکی از مشتری عزیزمون رو بهش تماس گرفتم که همشون تماس میگیریم قبل ارسال که میگیم تشریف بیارید، مثلا مطمئن باشم خونه هستن، گوشی رو جواب میدن، منتظر پیک باشن. تماس گرفتم، یه دختر خانمی بود و گفت بله هستیم، فکر کنم طرف ساعت 4 ظهر.
اسنپ رو گرفتم. چند لحظه ببخشید نه، من بازی آقا من اسنپ رو گرفتم فرستادم با هماهنگی قبلی، حتی هزینه پیک هم گفتم که بدونن. پیک رسید و من زنگ زد که آقا جواب نمیدن. گفتم خب یه بار دیگه دعوت کنید. دوباره بعد 5 دقیقه آقا جواب نمیدن، من چیکار کنم؟ راننده پیکام خب دیدید معمولا بی‌حساب. آقا مثلا منو مسخره کردن و اما این حرفو گذشت. گفتم آقا بیارش پیش من. برش گردون ساعت 8 شب 9 شب یه خانم دیگه از طرف ایشون به من زنگ زد گفت من مادرشم. شما به چه اجازه‌ای سر ظهر بسته ما رو فرستادین؟ کی ساعت مثلا 4 ظهر جنس میفرسته؟ ما مثلا صبح منتظریم، بعد از ظهر منتظریم. خانم فرند من با شما با دخترتون صحبت کردم، گفتن هستیم آماده تحویلیم. من دیگه با هماهنگی قبلی فرستادم دیگه، حالا ساعتش برای شما نامناسب بوده که باید قطعا به من میگفتین. ایشون مثلا قبول نمی‌کرد. میگم نه آقا اصلا اجازه نداشتید بفرستید. میگم بابا دخترت من اجازهشو داده که بفرست، ما خونه ایم. میدونی یه جایی اسم می‌کنی اصلا صداتو نمیشنون و اصلا حرف میزنی درکت نمی‌کنه. نمیدونم چطور توضیحش بدم. یعنی نمیخوام بی احترامی کنم ولی نمی‌فهمم دیگه چی بگم. واقعا الان من نمیدونم چی اوکی کی میتونه این قضیه رو درکش کنه. صرف اینکه مشتری هم کاملا خیلی دوست دارم بدونم چرا تحویل نگرفت مثلا با اینکه خونه بود. نه من میدونم تو چی فکر میکنم. من خیلی دارم پیش خواب اومده بودم. طرف آره یا مثلا حواسش نبوده به هر دلیلی و میخواد پول اون خسارته رو نده. دقیقاً یعنی پول دوباره رو نده، میخواد مثلا با توی چی میگم بهترین حمله دفاع بهترین دفاع حمله است. آره بهترین دفاع حمله است. میخواد این انجام بده که مثلا خسارت پول پیک دوباره رو نده. الان فکر که من کنم در آخرم موفق شده. من ازش عذرخواهی کردم، گفتم معذرت میخوام براتون میفرستیم دوباره اشتراک کردیم. این از این. خب من همین الانم عصبی شدم اینو شنیدم. طبیعتا حق با اون نبوده دیگه، ولی سامان هم سعی کرده مشتری مداری کنه. مشتری مداری کنه. آره. خب کی کجا چجوری چه کسی یه خرید گنده عجیب غریب ازتون کرده که خیلی بهتون حال داده، خوشحالتون کرده و یادتون مونده؟ گونه‌ای که من خوشحال میکنم کلا سعی میکنم همیشه یادم بمونه، چون برام مهمه. همین حرفی بود که گفتم دوست دارم تشکر کنن آدما وقتی کار خوبی دارن میکنن. خودم هم دوست دارم آدم باشم دیگه، قطعا این قرار واسه بقیه بخوام باید خودم اون رو رعایت کنم. مثلا حالا کاری به خرید ندارم کلی دارم، ولی خرید خوبی که کسی کرده باشه و یادم باشه، یکیشون یه خانمی بود که استرالیا زندگی میکرد. فکر کنم دانشجو بود. گفت اومدم ایران مثلا دارم نه ایران هم نبود حتی. گفت من استرالیا ام، با خط استرالیا تو واتساپ من پیام داد. گفت مادرم داره میاد پیشم. صدا میرم بالا. گفت مادرم داره میاد پیشم و فردا مثلا پرواز داره یا پس فردا پرواز داره، باید اینا رو برسونم دستش. یه عالمه فکر کنم نزدیک 60 70 تا عکس برام از توی سایت یا پیج فرستاد که من اینا رو میخوام. دیگه خب من اصلا فکر می‌کردم قبل اینکه واریز کنه خیلی پیش میاد دیگه برای مانشا، با اینکه عکس میاد زیاد و ما قیمت میدیم در نهایت هیچ چیز اتفاق خاصی نمیفته. ولی شماره کارت فرستادم همینجوری سرانگشتی جمع زدم و دیدم واریز کرد. اون لحظه اصلا شام ریخته بودم. اونم فکرم اومده تقریبا اوایل کارم بود، 2 سال شروع کار. چند تا آیتم خرید کرده بود؟ مبلغی اگه دوست داشتی بگی. مبلغش رو دقیق یادم نیست ولی فکر کنم برای اون موقع 2-3 میلیون شد دیگه. اون موقع هم 2-3 میلیون فکر کنم بیشتر شد. نه دیگه آخه اون موقع خیلی تعداد آیتمش یاد نیست؟ نه تعداد آیتم یادم نیست، ولی وقتی که رسید دستش بهم عکس داد، یه تخت کامل پر کرده بود. به اونجا رسیده بود دستش و اینجوری عکس گرفت. آره یادم. اگه تونستم پیدا کنم عکسو بهت میدم که بذاریش. خب یه فروش خوب دیگه من میخوام آقا عربیه رو بگی. آره اون فروش عمده بود. اون یه اتفاق واقعا خوب بود. اون تقریبا وسطای کارم بود. یعنی نه اول کار بود نه الان جدید واسم بود. 2-3 سال پیش بود. یه آقای پیام داده بود. ببین پیام خارجی هم خیلی برام میاد. عربی دارن دایرکت میدن، انگلیسی دایرکت میدن. حالا انگلیسی اکثرا اسکمرن ولی عربی که صحبت میکنن میفهمم مثلا مال کشور همسایه عراقی بیای باشه. خیلی پیام دادم مثلا میگن ارسال به عراق چقدر میشه. میپرسن اینه. یکی بود که توی واتساپ پیام داد، دیدم داره دست و پا شکسته فارسی تایپ میکنه.
بعد قیمت گرفت و گفت اینا مثلا حجم زیاد چقدر میشه، منظورش عمده بود. قیمت عمده بهش دادم. بعد فهمیدم که عراق زندگی میکنه، ولی گفت من ایرانم بودم، دانشجو ایران بودم. خیلی جنس فرستاده بود برام که بازم هم مثل همیشه فکر میکردم که ببخشید تو کلامت میکروفون من روشنه؟ مثل همیشه فکر میکردم پایینم اتفاق نمیفته دیگه، قیمت میگیره و تعداد مثلا بهش میگم دیگه، خب تموم شد میره پیش کارش. تمام اونم خیلی برام عکس فرستاد، یعنی از همه جنسای فروش اون خرید می‌خواست بکنه، بیشتر از همه کلاه و جوراب. به قیمت دادم، براش عکس‌ها رو فرستادم. من اصلا نمی‌دونستم اگه بخوام براش ارسال کنم چجوری باید دستش برسونم، عراق گفتم بغداد بود یا همچین جایی بود. قیمت‌ها رو بهش دادم. من فکر کنم تهران بودم همزمان باش، درسته؟ آره. رفته بودم برای فروشگاه خرید کنم، تهران بودم. یه درصد تو ذهنم اینجوری بود که اگه خواست خرید کنه من میتونم یه سری چیزایی که کم و کسر دارم و از همین بازار تهران که هستم سریع خرید کنم. در کمال ناباوری یادت نمیاد ولی اینو آره این تایمی که الان داره میگه این مشتری پیام داده بود 90% سفارشش کلاهای بافت بودن. داشتیم خیلی چیزا چند. آره ولی 90% سفارشش کلاهای بافت پیج بودن و ما توی آخر فصل بودیم، یعنی فصلی که دیگه می‌خواستیم با کلی تخفیف و حالا اینجور چیزا خرید نمی‌کرد. آره چیز کنیم، کلا زمستونیام رو بفروشیم، یعنی به اصطلاح ردشون کنیم بره دیگه، چون دیگه آخر فصل. و این کسی که پیام داده بود 90% سفارشش کلا زمستونیایی بود که میخواست، چه بسا بیشتر از اون چیزی که ما داشتیم، یعنی خیلی بیشتر سفارششون بود. و این مثلا یه چیز برای هر کسی که حالا یه بیزنس اینجوری داره، مثلا آخر فصل میخواد اجناس زمستونیشو رد کنه بره، فکر کنم یه چیز فوق العاده بود. مثلا اونجوری که اگه بخره چقدر خوب میشه دیگه، نیازی نیست خودمون زور بزنیم مثلا اینا رد کنیم بره. مثلا یکی بهترین خریدایی بود که چسبید بهم. آره اینو فکر کنم یادت رفته بود، گفتم بگم روز فکر کنم تو کل دیریتاش خوشحال نشدم. بیرون بودم و من دیگه فایتو رو داده بودم، چیزایی که قیمت خواسته بهش داده بودم، یهو دیدم پیام واردی اومد، اصلا بلند شدم، اصلا نشسته بودم. مبلغش هم فکر کنم 30 میلیون اینا بود. آره یعنی هر چیزی که از زمستون بود، من مثلا 2 سال پیش هر چیزی که از زمستون موند و از همون برد. هر چیزی که تازه من رفتم پرسجویی کردم که تو جوبت بدم اینا رو جلوی صاحب ماشین بفرستم. بعد اکثر چیزاشو موجود داشتیم. من تهران بودم، گفتم بابام از اهواز با باربری بده به تهران، جایی که هستن. چیزی شده؟ نه. اینا رو گفتم بفرسته تهران. چیزای دیگه‌ای که می‌خواست اضافه بر اونا، من خودم رفتم حضوری از بازار تهیه کردم و همه رو با هم یکی کردم. به من گفت بفرستش مرز نمیدونم کجا، کردستان. من اونجا آدم میشناسم که اینا قاچاقی اینا رد میکنن دیگه. همین الان میان دستگیر اون میکنن. من بوق بذار اینجاش. من فقط پستش کردم، یعنی اصلا نه تحویل پست بین‌الملل دادم جایی، من فرستادم کردستان. دیگه دیره، اعتراف کردی. فرستادم کردستان دیگه، بقیه‌اش با خودش بود. ولی آره به طور کلی لذت کار فکر کنم واسه سامان اون وقتیه که داری یه سفارش بزرگ و بسته میکنه. لذت کار واسه من اون وقتیه که یه پستی میره اکسل رو مثلا یکم متفاوته لذت که از کار، ولی خب به هم دیگه مربوطه دیگه، پست دیده بشه اون سفارش زیاده. آره خب اوکی، بریم یه ذره وارد صحبت‌های تکنیکال دریم پچ بشیم. چه جوری انتخاب میکنید که چه محصولی وارد دریم پچ بشه؟ چه جور بفروشیدش؟ اول از همه که سلیقه شخصیمون حقیقتا توش خیلی دخیله. مثلا من خیلی تقریبا 90% چیزایی که موجود میکنیم به سلیقه خودمون هم میخوره. چیزی که اگه بگن خود اینو میپوشیم میگم اینو میپوشیم. مثلا خیلی چیزا هم البته هست که اونم به خواسته بیشتر مشتریاست. مثلا یه چیزی رو امتحانی میاریم، میبینیم خیلی خوششون اومده، میریم تنوع بیشتر میاریم، حالا مدلای بیشتر میاریم. ولی فکر کنم 2 تا رکن اصلیش همینه دیگه، یکی اینکه خودمون محصولمون رو دوست داشته باشیم، یکی اینکه درخواست زیاد باشه. تو داری با فالوورات زندگی میکنی، اونا هم دارن با تو زندگی میکنن، استوریات رو میبینن، سلیقه هاتون یکی میشه. آره. چیزی که ازت میخوان، یا حداقل کسی که داره دنبالت میکنه سلیقه‌اش به سلیقت نزدیکه دیگه. آره. میرید داخل بازار میگردید و چیزی که از نظر خودتون خوبه و مناسبه رو. اینجوری نیست ببین 100% خودم اینو مثلا عاشقشم، ولی خب مثلا اینجوریم که مثلا دقیقاً اینجوریم که من میدونم اینو دوست دارن.
مثلا اینجوری انگار یه شناختی پیدا میکنه. آره مثلا همونو ممکنه بیاری و فروش نره. ولی خب تو اینجوریه که من احساس میکنم مثلا طبق چیزی که حالا تا الان تجربه کردیم میگیم واسه میکنم مثلا اینو دوست دارن، از این خوششون میاد. یه چیز تجربی به دست میاد. طبق مثلا گفتید دیگه شده که یه جنس کلی با ذوق و شوق میگیری. خیلی تقریبا همیشه اینجوریه که وقتی یه جنسی خیلی با ذوق میاری اینجوریه که فروش نمیره. برعکسش آره یه جنسی که مثلا میاری و میگی ببینم باشه همینجوری حالا در کنار بقیه چیزا برای جوری جنس مثلا همون یهو 1000 نفر همون ازت میخوان. یکم از سخته کارمون اینه. خب بعد اون جنسی رو که میاری روند معرفیش به فالووراتون، تولید محتوا براش، فروشش چه شکلیه؟ اول از همه وقتی جنسا میرسن حالا یا همون موقع که میرسه ما محصول اول باز میکنیم چک میکنیم که ببینیم زدگی نداشته باشه، مشکل نداشته باشه. اگه مشکل داشته باشه یه بخششو یعنی از یه تعدادی به بالا مشکل داشته باشه میتونیم پس بفرستیم، حالا دوباره محصول رو بگیریم. از یه تعدادی به پایینش هم که دیگه میشه خرابی اون بار عمده‌ای که ما خریدیم. وقتی میرسه خب اول از همه که این کار میکنیم، یه آمار میگیریم، یه تعداد میگیریم. بعدش هم میریم سراغ این که مثلا من میرم میگردم دنبال ایده که من واسه این چجوری تولید محتوا کنم. حالا اگه چیزی تو ذهنم باشه که نیازی به این کار نیست، ولی اگه چیزی تو ذهنم نباشه اول از همه میگردم دنبال ایده. دیگه یه روز عکاسی بهش اختصاص میدی، مثلا اتوش میکنی، عکاسیش میکنی، فیلم میگیری، عکس میگیری و تقریبا حالا یه روز 2 روز بعدش هم آپلود میشه. چیزی که معمولا توی پیج اکسسوریمون آپلود میشه اینجوریه که محصولا خیلی بیشترن. یعنی تو مثلا اینجوریه که 10 تا محصول رو میاری حالا با هم دیگه توی بازه زمانی طولانی‌تر معرفیش میکنی. ولی پیج لباسمون اینجوری نیست. پیج لباسمون معمولا اینجوریه که محصول میرسه ما سعی میکنیم سریع عکاسیش کنیم، به خاطر اینکه اکثر محصولا وارداتی ان. سعی میکنیم کاری که مثلا وارداتی ان اینجوری نیست که تولیدی باشه که اینو بخوای و برات تولید کنه. وقتی یه چیزی وارداتیه بارش همون موقع تو بازار موجوده، باید سعی کنی سریع بفروشیش. اگه دیدی درخواست داره دوباره اونو سفارش میدی و میاری واسه مشتری. برای همین بعد یکم عکاسی سریع‌تر باشه. و واسه پیج اکسسوری با خیال راحت‌تری عکاسی می‌کنم تا پیج لباس. یعنی بزرگترین دغدغه من پیج لباسه، چون مثلا میگم اگه اینو الان عکاسی نکنم نذارم و بخوانش دیگه نمیتونم بیارمش. روندش هم اینجوریه. فروشش هم که دیگه حالا اگه مشتری خوشش بیاد که امیدوارم خوششون بیاد، میرن تو سایت از دایرکت ثبت سفارش میکنن، بعد دیگه از این لابی بعدش میره به سمت. یعنی خیلی وابسته به محتوایی که براش تولید می‌کنی. فکر کنم کاملا وابسته به محتوایی که براش تولید می‌کنی. حالا به نظرتون میشه یه کالای بد و با محتوای خوب فروخت؟ آره. خب اون مشتری که خرید میکنه چه شکلی میتونه مطمئن بشه که یه همچین اتفاقی براش نمیافته؟ یعنی از محتوا خوشش اومده باشه و کالایی که دستش میرسه کالای با کیفیتی نباشه. ببین تا جایی که میتونن بچه‌ها باید سعی کنن از آنلاین شاپاشون خیلی تغییر ندن واقعا. یعنی یکی که اعتماد می‌کنی خرید می‌کنی دیگه باید بچسبی به این. اگه بخوای اکسپلور گردی کنی هر آنلاین شاپی ما تو اکسپلورت و سریع درجا بری خرید کنی، واقعا درصد خطاش بیشتره. یا بری کامنت‌ها رو باید بخونی یا باید ببینی که نماد اعتماد داره نداره، نظر مثلا چیزاشو چی میگن کامنتاش، نظر کاربرا مشتریاشو بخونی. سخته واقعا. به نظر من خیلی از آنلاین شاپ‌ها اصلا میان عکس منو میذارن، عکس فرنازو میذارن، یعنی محتوای ما رو میذارن، یه چیز دیگه میفرستن. با یه درجه دوترش، 2 درجه سر میفرستن برای مشتری. آره به نظرم باید مثلا احساس کنی که چی میگن آنلاین شاپی که داره ازش خرید میکنی ببینی که داره کاملا اون محصول رو معرفی میکنه بهت. یعنی مثلا من خودم روند کارم اینجوریه که یه محصولی که آپلود میکنم دیگه آپلود نمیکنم ول کنم بمونه خدا. همیشه همون موقع که آپلودش میکنم شروع میکنم ازش استوری گذاشتن، از جزئیاتش، از پشت کار، جلوی کار، نزدیک، دوختش، رو سر، رو چشم، هر چیزی که حالا پوشیدنی باشه نباشه، راجع به جنسش توضیح میدم، راجع به اینکه مثلا برای چه سایزی مناسبه، برای چه چیز. همین توضیحه باعث میشه یعنی آدم مثلا یه چیزی رو میخواد بخره، خب بعد از اینکه از یه تصویری خوشش میاد تازه بعد بره جزئیاتش رو ببینه دیگه، که ببینه اصلا این با این جزئیات به درش میخوره یا نه. آنها شبایی که این جزئیات رو بهت نمیدن، عکس نمیذارن، توضیحات کامل نمیدن، سوال میپرسی درست جواب نمیدن، احتمال خیلی زیاد قرار نیست اون چیزی که فقط میبینی به دستت برسه، یعنی اون کیفیتی که تو فکرت اون چیزی که بهت معرفی کرده به دستت برسه. چون خب کسی که از چیزی که داره میذاره مطمئنه میاد راجع به جزئیاتش هم حرف میزنه دیگه. اگه ازش بپرسی جواب تو میده، معرفی میکنه. مثلا ما خیلی دایرکت میگیریم که
این محصول رو میشه از اینجاش به من عکس بدی، از اونجاش به من عکس بدی و ما همیشه عکس میدیم چون وظیفه‌مونه. مثلا ببینه اینجاش چه شکلیه، اونجاش چه شکلیه. یه چیزیه که خرید آنلاین باید داشته باشه. یعنی همیشه سعی کنن اگر که مثلا میخوان مطمئن شن که از اگه خود آنلاین شاپ جزئیاتو میذاره که چه بهتر. اگر که نمیذاره خودتون بخواید، اگر دیدید که اونجوری که باید بهتون نشون نمیدن، پس قطعا یه چیزی هست که دوست ندارن نشون بدن. اوکی. خب فکر میکنید که در طول روز هر کدومتون چند ساعت کار میکنید؟ در طول هفته چند روز کار میکنید؟ به طور میانگین. تو بگی. خب اگر که اون روز بخوام واقعا کار کنم یعنی واقعا تصمیم که کار کنم و اینا، خیلی حقیقتا جدیدن تصمیم نه تو باید کار کنی. نه کار که میکنم هر روز یعنی تصمیم میگیری من امروز باید تو بیکارم. نه ولی خیلی به خودم چیز میکنم، تو رو خودم درست کار کن. اول از همه بگم که اگه بخوام بگم یه مشکلی که تو کارم دارم اینه که من به شدت خواب بدی دارم و این خیلی تداخل ایجاد میکنه با کار من. آره خیلی خیلی بد خوابم، مثلا یا کم میخوابم یا خیلی تایم بدی خوابم میبره اونجور چیزا و خب مثلا تو طول روز یهو خوابم میگیره، کسلم، خیلی این قضیه بده. چرا بده؟ بخاطر اینکه من تمام کارم و تولید محتوام تو طول روز، حالا به غیر از ادیتش. ولی اگه بخوام مثلا یه میانگین بگم، مثلا بگم که از ساعت 12 ظهر من اگه شروع کنم یه محصول یا 2 تا محصول برای 2 تا پیجام معرفی کنم، حدودا تا ساعت 10 شب گیرم. حالا این تقسیم میشه به چیزای مختلف. اول از ساعت 12 که شروع میکنم عکاسی کردن، این خودش تا 4 و 5 طول میکشه، مخصوصا اگه لباس باشه. اکسسوری عکاسیش خیلی آسون تره. لباس به خاطر اینکه من به خاطر همون قضیه سعی میکنم جزئیات رو نشون بدم، توی تن، برگال، رو زمین، نزدیک، دور، فیلم، عکس. یعنی من واسه پیج لباس خیلی بیشتر باید زمان بذارم. تقریبا تا ساعت 4 5 عکاسی طول میکشه تا تقریبا وقتی که نور هست و بعد تازه میشنم پای ادیت کردن. ادیت که میکنید بعد باید بری مثلا اندازه اون لباس، تعداد اون کلاه یا عینک یا جوراب مثلا ببینی چند تا داری و اونو وارد سایت کنی. وارد سایت هم که بکنم دیگه تا آپلود کنم و اینا، نه خیلی بیشتر. اگر که تو مثلا یه تک انجام میدی همشو، اگر آره ساعتی که حدودا 8 یا 9 ساعت تقریبا از 12 که شروع کنم. حالا اگر که دیگه بخوای ریز جزئیات مثلا نهار میخورم یا حالا مثلا میدونی کار تو خونه چجوریه، تو نمیتونی مفید کار کنی. یکم این بدیرم داره. که مامانت صدات میکنه بیا آشغالا رو بزنم در چه میدونم لاولاش خودت میری پای گوشی. تنبلی خودمونم هست اینم بگم. آره اصلا تنبلی هم نیست. ولی من چند وقت پیش که یه بحث اینجوری کردیم سعی کردم خیلی بهش توجه کنم. ولی خب ببین اینطوری هم هست که همه روزهای هفته حالا شاید نیاز نباشه اینجا بذارم، هست که همه روزهای هفته حالا شاید نیاز نباشه اینجا بذارم، دامو دارم و فقط آپلودش و اینجور چیزا. ولی به طور کار وقتگیریه، مخصوصا اگه دست تنها انجامش بدی. این به نظر من کار یعنی 8 9 ساعت در روز اگر که بخوام کامل مثلا برای 2 تا پیج، اینا بعد برای 2 تا پیج این کارو میکنم. ببین تمام سعیم اینه که تمام روزهای هفته این کارو بکنم، ولی حقیقتا نمیشه. چیزی که اتفاق میفته. آره چیزی که مثلا 3-4 روز در هفته این اتفاق کامل میفته. بعضی وقتا هم حتی کمتر، مثلا درگیری پیش میاد یا همون قضیه که گفتم مثلا با اعصاب خوردی از خواب بیدار میشم میبینم که نور رفته. یه مدت خیلی طولانی هم هست که دائما هوا ابری میشه، یعنی این خیلی چیز بدیه. مثلا خواب بیدار میشم میبینم هوا ابری، نور کاملا بد. آره به جایی که خوشحالم کنه خیلی ناراحتم میکنه. حالا به جز این اتفاقای طبیعی که میفته، ولی معمولا 3-4 روز در هفته من اینجوریه که نه. خب سامان تو چی؟ من فکر کنم حدودا 5-6 ساعت. من کارم یه روز یه تایمایش رو تو روز انجام میدم. ربطی نداره، دوست دارم مثلا یه سری کاره چه میدونم صحبت با عمده فروشا، کار حساب کتابی رو وقتی بیدار میشم سعی میکنم انجام بدم. بسته بندی معمولا شباست. سرجم فکر کنم 5-6 ساعت بشه. 5-6 ساعت ولی هر روز. آره تقریبا هر روز هست. یه روز هم میشه. نمیدونم حالا من خودم احساس میکنم که خیلی بیشتر تواناییشو دارم و باید انجام بدم و اگر که این کار نمی‌کنم از روی شاید حتی بگم مثلا تنبلیه یا ارادهشو ندارم یا انگیزهشو ندارم. این انگیزه هم خیلی اون تاثیر میذاره. مثلا اینکه ببینم پستی که دیروز گذاشتم لایک نخورد، اینجوری هم که فرداش اینجوری هم که چرا مثلا با این ساعت بیدار شم عکاسی کنم، خب پستم که لایک نمیخوره. و همون نسبت وقتی لایک بخوره مثلا با انگیزه فرداش پا میشم عکاسی میکنم، ولی خیلی رو تاثیر میذاره.
کنم واسه تو اینجوری نیست ولی واسه من اینجوریه. سخت‌ترین قسمت کار هر کدومتون چیه؟ کاری که وقتی انجامش میدید صرفا به خاطر اینکه کاره دارید انجامش میدید، نه که لذتی ازش ببرید یا یه چیز راحتی باشه براتون. برای من بسته‌بندی برای من چیزی حساب نیست. کتاب کردن خیلی کار رو مخیه. نه من صحبت کردم با مشتری رو دوست دارم، بسته‌بندی رو نه. بسته‌بندی کار خوشیه که تو اصلا با مشتری هم صحبتی نداری و ولی ارتباط با مشتری دوست دارم، ارتباط با بازاری‌ها رو دوست دارم، عمده فروشا صحبت می‌کنیم، چه می‌دونم خرید تو بازار رو دوست دارم. اینا خوبن ولی فکر کنم خوش‌ترینش و بی‌حال‌ترینش و بوری‌ترینش همون بسته‌بندیه. بسته‌بندیه. من یه تایم کار سامان انجام میدادم و به نظرم خیلی بخش خوبی بود. چون با مشتری منم حرف انجامش می‌زنی. دادم. من اصلا ارتباط خیلی گرفتم کار و نسبتا ساده‌ایه به نظر. ساده است، مثل ظرف شستن هست، چه حسی بده. نه خسته دیگه. کننده بشه شاید. نه آقا فرض کن ظرف شستن چند واقعا سال بده. چند سال ولی به نظر من خیلی باحال بود. یعنی مثلا اینجوریه که تو اون جنس رو میری از قفسه در میاری، اینو من فروختم مثلا، این داره میره مثلا. خوبه. خیلی باحال. نه خب دیگه دارم نسبت به بقیه کارام آره. سلام دیگه. اگر که آنلاین شاپ نداشتید، دیمین پچ نبود، چه کاری انجام میدادید؟ مشغول به چه کاری بودید؟ استریمر میشدم. داشت گیم میزد احتمالاً با اون اکانتی که فروخته. جدی داری میگی؟ آره یعنی واقعا. آنلاین شاپ نداشتی استریمر میشدی؟ نه میشد بشم ممکن. یعنی کلا نمیرفتی بهش دیگه فکر سراغ. چرا فروشندگی رو کلا خیلی خب دوست دارم. غیر از این هم یه چیز دیگه. میخوام ربطی به اینترنت نداشته باشه. همین یعنی اصلا به فروشندگی هم ربطی نداشته باشه. نه، یه به کاری مثلا فروشندگی هنری- که- نه میگه به استریم ربطی نداره. فکر کنم منظورش نه اینه به که اینترنت را یعنی میتونستی مغازه بزنی. همین کار دیمین ام. پچ بود. لوازم دیجیتال میتونم. نه نایس. تکنولوژی و داستانا. خوشم نیومد. بورینگ. ولی من فکر کنم بیشتر توی رشته درسیم فعالیت میکردم. دوست داشتم، علاقه داشتم. من معماری داخلی خونده بودم، علاقه هم داشتم ولی نرفتم سراغش چون دیمین پچ رو بیشتر دوست داشتم. خب بهترین دوره دیرین پچ از نظر شما چه دوره‌ای بوده؟ بهترین دوره. نپرسید اینا؟ نه. بهترین اتفاق بود کنم. نه. بهترین دوره دیرین پچ. اوایل پیج لباس واسه من جزو بهترین دوره‌های دیرین پچ. ما وقتی پیج لباسمون رو زدیم من انتظار نداشتم که یهویی پیج خوبی ازش در بیاد. کاملا همون روند پیج اکسسوری فکر می‌کنم یه چیز آروم آروم شروع می‌کنیم به کار کردن ولی خب حالا شاید به دلیل اینکه ما پیج اکسسوری داشتیم اونجا مخاطبمون رو داشتیم وقتی معرفیش کردم خیلی استقبال کردن مثلا تو همون روز اول 1000 نفر یادم فالو کردن و اینا. بعد اولین محصولی که واسه پیج لباس آوردم کلی مثلا فروش رفت کلی تو اکسپلور رفت پستشو تقریبا تموم شد به همون نسبت همون موقع توی دیرین پچ هم مثلا خیلی فروش خوبی داشتیم پستامون مورد استقبال بود. در کل نمیتونم بگم یه دوره خاصه یعنی مثلا بعد از حالا شاید حتی بعد از 1 سال از اینکه پیج لباسم زدیم بازم خیلی اتفاقای خوبی هم برام افتاد ولی مثلا این تو ذهن من یکی از دوره‌های خوبشه که هم میدونی یه چیزی که خیلی واسه من جالب اتفاق میفته مثلا بگم حال پیجمون بعضی وقتا خوب نیست بعضی وقتا خوبه بعد 90% مواقع وقتی یکی از پیجا خیلی حالش خوبه اون یکی پیجم یا معمولیه یا زیاد حالش خوب نیست بعد تلاش هم بزنم روی یکی به همون نسبت این هی برعکس میشه جابجا میشه بعد انگار اون موقع واسه اینجوری بود تو ذهنم که حال 2 تا پیجی که مثلا داریم خوبه و آره دو دیگه. تا بچه داره که یا این آره جفتش دقیقاً همینجوریه ساکت می‌کنه اون یکی شروع می‌کنه گریه کردن. خب در مقابل بدترین دوره دیرین پچ گفتم اون دوزیه که زیاد همون یه ذره حالا موقت کرد تموم شد ولی همین موقع که گیر دادن برای و اون تایمی که اجا. اینترنت قطع بود و من هنوزم به نظرم اون تایم خیلی یه تایمی شده بود که اینترنتمون فکر کنم 10-20 روز قطع تظاهرات بود شده بود و فکر کنم آره. 2 هفته تمام اینترنت کشور و قطع. نه اینکه تکلیفمون البته اون موقع فکر کنم حال ما خیلی بد بود وگرنه اینترنت همه قطع بود دیگه حالا مثلا شاپی نبود که ولی آره مثلا خب صحبتایی که داشتیم آنلاین شاپ داشتن شروعش سرمایه زیادی نمیخواد طبیعتاً لوکیشن و مکان خاصی نمیخواد پیش نیاز خاصی نیاز نداره پس چرا الان هم خیلی این اتفاق میفته که همه میرن سمت اینکه آنلاین شاپ بزنن و
اکثرا یه مدت اون آنلاین شاپ رو دارم و بعد رها میشه. آره ادامه دار نمیشه. به نظرتون دلیلش چیه؟ با تمام این سادگیایی که آنلاین شاپ داشتن داره، میتونی خودت انتخاب کنی چه ساعتی کار کنی، میتونی خودت به خودت مرخصی بدی و همه اینها. ببین میخوام اول صحبت کنم با تو بگی. آره من حس میکنم آدما یه کارهایی رو که شروع میکنن اونو صدشون رو نمیذارن و میدونی من الان خودم دارم مثال میزنم، کاری که شروع کردم حس میکردم این قرار به جایی برسم اینه که به من نتیجه میده، نه کار کردم تو کافه سالن داره گارسون بودن یه جایی. میدونی و اگه اینو بدونی و طرز فکرت همین باشه، شده هر اتفاقی هم بیفته اون کارو ول نمی‌کنی، چون دیگه گزینه دیگه‌ای نداری، میدونی مجبوری. مثلا من خودم 2 هفته فرناز داره میگه اینترنت قطع بود، ولش کرده بودیم، میدونستیم گزینه دیگه نداریم، مجبوریم پای همین بمونیم. میدونی این شکلی هم نبوده که گزینه‌های دیگه‌ای باشه. باید خودت کسی هم که میخواد شروع بکنه اینو بدونه. یا آقا قطعاً تو اگه برای کسی بخوای کار کنی تا 30 سالگی 25 سالگی چه نتیجه‌ای میخوای بگیری؟ تهش خورد مبلغ خیلی کم به حقوقت اضافه میشه. بهترین گزینه برای ماها آدمایی مثل ما که آدمای خیلی سرمایه‌دار و این شکلی نیستیم اینه که تو همون کاری که داری، کسب و کار کوچیکی هم که هست، آقا یه مدتی تعطیل، حتی فروشت کمه، هر جوری هست توش بمونی. یعنی به نظر مهمترین چیز اینه که تمرکز داشته باشن روی کاری که استمرار به نظرم باید داشته باشی، یعنی اینکه حوصله داشته باشن، عجول نباشن. اینا دیگه فکر کنم کلیشه باشه، یعنی تو همه آره تو همه کاری بکنم باید یه ساز یاد بگیری باید صبور باشی. اینا همینه دیگه، مثل تمام چیزا. خب اگر بخوای یه حرفی رو بزنید به کسی که میخواد آنلاین شاپ بزنه یا آنلاین شاپ داره الان کار میکنه، چه حرفی رو میزنی؟ چه راهنمایی بهش میکنی؟ ما رو اد استوری کنید. یه چیزی هست که فکر کنم برای تمام اتفاق افتاده. میخوام اینم به اون آدم بگم، اسمش هر چی که هست داره نگاه میکنه و تو فکرشه که آنلاین شاپ بزنه، اینه که 100% تو طول کارت یه نفر پیدا میشه. تو هر چقدر آدم درستی باشی، هر چقدر سعی کنی خوب رفتار کنی، تمام بسته رو سریع برسونی، یکی برمیگرده مثلا یا بهت میگه که چه میدونم دزدی، یا من میرم پلیس فتا شکایت میکنم، حرفا این شکلی. میدونی منظورم چیه؟ همون پلیس فتاست. این حرفا رو مطمئن باش میشنوی، مطمئن باش، چون اصلا انگار میدونی چی شده، طرف خیلی راحت این حرفا گفته میشه. یعنی فکر نکن من این حرفو دارم میزنم راجع به سفارشی که 2 ماه طول کشیده نرسونده باشی یا 1 ساعت جوابشو دیر بدی، این حرفو بگی خیلی راحت. اینو میخوام بدونن. و حالا چیزای دیگه هم هست، نکته‌های دیگه که دوست دارم بگم، شاید به دردشون بخوره. تو بگو به نظرم تو همین چیزی بگی. درس حساب طبق تجربه خودم الان بیشتر روی سخنم با خودمه که توی پروسه که دارید کار میکنید خیلی وقت اتفاق میفته که یه حرفی حالا سامان زد، یه نفر اون راه 100 ساله شما رو یه شبه میره. یعنی مثلا تو 2 سال وقت گذاشتی تا به یه تعداد مشتری و یه تعداد فالوور رسیدی و میای میبینی یه نفر حالا به هر دلیلی یا خلاقیتش بهتره یا اصلا محصولش بهتره، به هر دلیلی اون راه یه شبه تو رو میره، بعد تو خیلی اعصابت خورد میشه. از اون اعصابت خورد نمیشه، از خودت اعصابت خورد میشه. هی خودت سرزنش میکنی، میگی من باید این کار میکنم، چرا این به ذهن من نرسید، چرا من بیشتر تلاش نکردم. بعد همین خیلی بیشتر میارتت پایین، یعنی انرژی تو میاره پایین، اون انگیزه تو میاره پایین. میگی صبح روز بعدش از خواب بیدار میشی میگی خب چه فایده، یه نفر اومد توی مثلا. خب نه، این گفتنش خیلی آسونه ولی آدم مقایسه میکنه، مخصوصا اینکه من کارم اینه که بگردم توی پیجای دیگه، کارم اینه که هی ببینم، هی ایده بگیرم و اینا رو میبینم، خیلی زیاد میبینم که مثلا یه نفر 10 برابر سریعتر از من تونسته مثلا شاید حتی همون محصول رو خیلی بیشتر فالوور گرفته، شاید اگه به نظر من مثلا محتوای من بهتر بوده. کلا اینستا یه چیزیه که قانون خاصی انگار نداره، یه تایمی خیلی خوب با تا میکنه، حالا چون خودت خوب کار کردی، یه تایمی هم مثلا اینجوری نیست، خوب با تا نمیکنه، اصلا به قول معروف شادوبند میشی یا هر چیز دیگه ای. این خیلی تو روحیت تاثیر میذاره و همون استمراره رو ازت میگیره و باعث میشه تو اون انگیزه رو از دست بدی،
خوب فعالیت نکنی، فقط از سر باز کنی فعالیت کنی. الان میگم من روی حرفم با خودم، چون این بزرگترین مشکل منه که من خیلی کارامو مقایسه میکنم با بقیه. هرس میخورم وقتی میبینم که مثلا یه نفر تونسته خیلی سریعتر از من به اون چیزی که من آرزومه برسه. بعد مثلا میگم مخاطب مثلا اون سرزنشم فقط خودتی، چون میدونی که اون آدم موفقیه، سرزنشی نداره، حتما یه چیزی بهتر انجام داده که اینجوری شده. و این خیلی حال منو بد میکنه، اذیتم میکنه. میدونم نباید بذارم این کار بکنه. دارم مثلا به کسایی که اینا میبینن و احتمالاً براشون اتفاق میفته میگم که اگه دیدید اینجوریه باش مقابله کنید. اون روزی که مثلا بیدار میشی و این حسو داری، سعی کنید نادیدش بگیرید و بذاریدش کنار و فعالیت کنین. یه دونه از همون روزایی که این کار کردید قطعاً اون محتواتون نتیجهشو میده، یه اتفاق خوبی میفته. واسه من افتاده بارها، یادم میره بعضی وقتا که این اتفاق خوب افتاده، نباید یادم بره، باید بخوام یادآوری کنم. به خاطر همون اینو ادامه بدم و اون استمرار رو داشته باشم. کما اینکه به نظرم خیلی لازمه که خلاقیت هم توی این کار داشته باشید. نمیتونید بگید اصلا فقط استمرار احتیاج داره. این خلاقیت خیلی به نظرم مهمه. سبک خودتو داشتن خیلی به نظرم مهمه. سعی نکنید هی از این پله به اون پله بپرید. یه روز فان کار کنید، یه روز جدی، یه روز فقط معرفی، یه روز مثلا فقط اینجوری اونجوری. سبک کلی داشته باشید که دستتون هم توش باز باشه، یعنی بتونید حالا یه گوشه‌ای به اون سمت، یه گوشه‌ای به این سمت برید. و آره همین دیگه چیز خاص دیگه به ذهنم نمیرسه. مشکل بزرگ خودم بیشتر گفتم که اگر کسی هست مشکل براش پیش میاد بدونه که عادی و طبیعیه. اوکی. قبل از اینکه سوال آخر رو بپرسم، حرفی هست که دوست داشته باشید بزنید؟ آره، راجع به همین قضیه که داشتیم الان صحبت می‌کردیم، راجع به یه مثلا نکته‌ای باشه برای بچه‌ها. برای شروع کار، حالا برای کسی که میخواد آنلاین شاپ شروع کنه، پیشنهادم بهش اینه که اصلا کمالگرا نباشه. این کار آنلاین شاپی که خود گفتم دیگه، من چجوری شروع کردم، چه شکلی شروع شد، دریم پچ کاملا، یعنی با بیسیک ترین هر چیزی که فکر کنی، با بیسیک ترین موبایل، بدون داشتن نور، بدون میکروفون، بدون هیچ چیزی. یعنی مقوایی که توی نوشت افزارا میفروشن رو اونها عکاسی میشد، با یه پس اندازی که نه، با اکانت بازی که گفتم. هیچ منتظر یه روز خاصی نباشید برای اون کار شروع کردنش، که مثلا فلان روزی اتفاق بیفته من برم این کار شروع کنم. و عجله نکنن دیگه. چه دیگه دوست داشتم چیزای بیشتری بگم ولی زیاد مثلا نیست. من اوکی. من میخوام یه چیز کلی بگم. مثلا میخوام از یه نفر ازت بپرسه راجع به کارت حرف بزن، از کارت راضی نیستی و اینجور چیزا. من از کارم مثلا راضیم، به خاطر اینکه اون چیزی که من میخوام و بهم میده. شاید یه نفر دیگه مثلا اصلا یه شغل اداری یا یه شغل فروشگاه داشتن حس بهتری بهش بده، ولی خب این کار مزیت‌های خیلی خوبی هم داره. علاوه بر خیلی از مشکلاتی که برات پیش میاد، یکیش همینه که گفتی تایمت آزاده، تایمت دست خودته. با چیزای خیلی پیش پا افتاده میتونی شروع کنی. کار دست خودته. چرا؟ دولبست به خاطر اینکه خیلی وقتا آدم‌ها فکر می‌کنن چون کار خودشونه میتونن از زیرش در برن، هیچ کس هم بالا سرش نیست. که دارم تو حالت اینو مثلا میگم که مثلا بخوای واقعا خوب کار کنی. نه خب برای همه اتفاق میفته، برای خودم، برای تو. ببین ما اینقدر مثلا برای کسی کار می‌کردیم اجازه نداشتیم یه روزایی به خودمون. آره دقیقاً. ولی خب این همون پوینت خوبشه دیگه. تو مثلا اگر که خوب کار کنی ولی یه روز رو مود کار کردن نباشی، به راحتی اون مرخصی به خودت میدی. به نظرم این چیز خوبیه. تنبلیه منظورم. نه اون فرق میکنه. تنبلی، اجازه تنبلی رو به خودت میدی، ولی واسه کسی آره کار بکنه اینم هست که آدم به خودش مثلا میگه که امروز کار نکنم به کسی که قرار نیست جواب پس بدم، ولی خب در نهایت میدونی به ضرر خودت دیگه. آره این یکی از خوبیاشه. این یعنی چند تا از خوبیاشه. به قول تو با سرمایه کم شروع کردیم، ولی به طور کلی بخوایم بگیم یک کاری هم هست که سخته خودش هم داره. یعنی تایم کاریت نمیتونی بگی کمه، اگر که حالا امیدوارم که شاپتون به جای خوبی برسه. تایم کاری خیلی کمی احتیاج نداره، فکر می‌کنم مثلا کمه. تو اعتماد به نفستون تاثیر میذاره. نظرهایی که بقیه راجبتون میدن خیلی ممکنه عوض شه توی مثلا در حالی که خوب کار نکنی، در حالی که مثلا روز بعد تو در حال تجربهش باشی.
و کلا آره اینجور چیزا خیلی پیش ببین. میاد. دزدی ازمون میشه، اینم باید بگیم فکر کنم ازتون ممکنه آره. ازتون دزدی میشه و این اتفاق هم میفته واسهتون، یعنی اینا رو هم باید در نظر بگیرید، جزو یکی از اون روزهای بدی که ممکنه پیش بیاد. و آره دیگه یه کاری که خیلی چند وجهیه، فکر کنم اگر به تنهایی مخصوصا در حال انجام دادن همش باشی خسته کننده میشه و به نظرم یه چیزیه که مثلا توی طول روز دائم فکرت درگیرشه، حتی وقتی که داری استراحت میکنی، وقتی نشستی داری اسکرول میکنی، مثلا تایم آزاد تو داری توی اینستا میچرخونی، باز همش فکرت اینه که هی سیف کنی، تو این به دردت میخوره، اینو تولید محتوا کن، فلانی اینو گذاشته، این خیلی بیشتر لایک خورده، کاش من اینو میذاشتم. دائم فکر درگیرشه، یه کاری که واقعا برای من حداقل این شکلی که من شبانه روز حتی وقتی استراحت میکنم یه حالت عذاب وجدانی بعضی وقتا من دست میده که مثلا کاش مثلا من اینو میذاشتم اینجوریه. و آره این هم مثلا از بدیش، ولی رسید فیک هم به نظرم چیز خوبیه که راجبش صحبت کنیم. آره که من ازمون دزدی شد فکر کنم دزدی که مثلا خیلی هم رو مخ بود، حالا فکر کنم تو بهتر در جریانشی، تو مثلا دنبال کرده این قضیه رو بهتر توضیح بدی. اصلا کلا راجع به پدیده قبل از اینکه تمام کنیم رسید فیک صحبت کن و بگو که اصلا چقدر اتفاق میفته، چیز رایجی نیست. من دوستان الان ماهانه داریم قطعا این اتفاقو و 2 سال پیش 3 سال پیش تازه مثلا زیاد شده بود این اتفاق که مردم رسید فیک میفرستن. خب چه اتفاقی میفته؟ این رسید فیک یه تیر تو تاریکیه برای اونا، یه اکانت های فیک میسازن، رسید فیک درست میکنن، میفرستن برای چند تا آنلاین شاپ مختلف. حالا از 50 تا آنلاین شاپ شاید یه دونهشون مثلا دقت نکنه، تو شلوغی باشه، رسید چک نکنه، براشون جنس بفرسته که برای ما هم اتفاق افتاد متاسفانه. نزدیک 1 میلیون تومان بود اون خرید کلش 2 سال پیش. فکر کنم 2 تا لباس بود. آره ما اولین لباسایی هم بود که کار می‌کردیم، برامون لباس هم کلا چیز سنگینی بود. ما مثلا اکسسوری کار می‌کردیم، اکسسوریامون کلا زیر 100,000 تومان بود. حالا فرض کن ما اون لباسا رو نزدیک 700 تومان می‌فروختیم، یا پول چیزی هم که برامون در اومده بودم زیاد بود. طرف لباسو خرید، رسیدش فیکش فرستاد، ما هم ارسال کردیم رسید دستش. من اینقدر هرس خوردم سر اون که گفتم که نمیتونم همینجوری ولش کنم. با شدم رفتم دفتر قضایی. اولی که پرسجو کردم باید چیکار کنم؟ نمی‌دونستم دیگه، بار اولم بود کلا دارم میام از کسی شکایت کنم. دفتر قضایی رفتم، شکایت ثبت کردم. رفتم پلیس فتا. اونجا بهم یه فرمی دادن که اولش فکر کردم من ازم دزدی شده، یه فروشگاهی پول منو خورده، یعنی مثلا پول واریز کردم جنس بود. میگردم تو مشتری. آره فکر کردم من مشتری. گفتم آقا نه من خودم آنلاین شاپم. دزدم نیستم و یکی مشتری رسید فیک به من داده. این کارو که میشی. آره انگار مثلا خیلی کم پیش اومده براش. بیشتر انگار مثلا شاپا این کارو میکردن. آره بعد فرم پر کردم، بعد فکر کنم 6 ماه من دیگه چند جا هی رفتم صبح زود بالا شدم، کارا رو کردم، کلی هزینه شد، رفت آمده شد، اسنپ ها شد و من همش تو ذهنم این بود که من تلاشمو میکنم، اگه نشد میدونم تلاشمو کردم دیگه، حداقل این کمترین کاریه که میتونم بکنم. بعد فکر کنم 5-6 ماه درست بگم گوشیم زنگ خورد از یزد. حالا بنده خدا یزد بود کسی که رسید فیکو فرستاده بود. یه آقایی بود که طرف خانم بود، کسی که از من دزدید توی سامانه سنا هم انگار میشد سنشو به من بگه، اطلاعاتشو به من بگه. آقا به من گفت حدودا فکر کنم 18 سالشه، یعنی 18 سالش هم شاید نشده بود. آقای زنگ داد که پدر دختره بود، صدای خیلی ناراحتی داشت و خیلی انگار مثلا داشت عذرخواهی میکرد و شرمنده شده بود و خواهش میکرد ازم که آقا برو رضایت بده، هر چقدر هزینه‌اش باشه من میدم. من گفتم باشه شما آقا، من که نمیخوام مثلا آبروریزی چیزی بشه، فقط دخترتون ادب بشه. الان این دزدی کوچیکیه، بعداً میتونه خیلی باعث آبروریزی بیشتری بشه برای خانواده‌تون خودتون. این با حواستون رو بهش بدید و این حرفا. پول واریز کردن کام، من صبحش رفتم دفتر قضایی، رضایت رو دادم، پروندهش دادم. همین. بعد ما الان یه هایلایتی درست کردیم، این قضیه رو توضیح دادیم، کامل گذاشتیم که بگن بفهمن آقا بی خیال نیستید. به طور کلی ما رسیدا رو تقریبا هر روز چک میکنیم، یعنی هر روز پیش میاد لاگراشون یکی دستمون. این اتفاق مثلا اینجوری بوده که حالا ما جایی بودیم نتونستیم اون شب رسیدا چک کنیم، چون اگه اینجوری باشه که همین
کنم همین ماه پیش شاید توی یه هفته 4 تا رسید فیک ما پیدا کردیم. آره توی عید بود، قبل از عید. عید میدونم شلوغه. آره سرتون ممکنه شلوغ. خطا به اشتباه بشه. و مثلا ما همه اینا رو توی تلگراممون مثلا اونجایی که سفارش‌ها رو جمع بندی می‌کنیم و می‌خوایم بسته بندی کنیم می‌ذاریم رسید فیک، مثلا رسید فیک و خب نکنید این کارو دوستان. ما یکی رسیدا رو پیام چک داده می‌کنیم، بود. بقیه هم چک می‌کنن. یکی پیام داده بود که رسید فیک فرستاده بود. بعد مثلا 2 روز پیام داد که خیلی ببخشید، اول سلام علیکم، سلام خوبین، خسته نباشین، خیلی شرمنده، من تازه هایلایتتون رو دیدم، رسیدم فیک بود، ببخشید. تو رو خدا از ما شکایت نکنید. ولی آره ترسید یه لحظه که اینم واسه اینکه آنلاین شاپ‌های اگر این اتفاق براشون میفته و اینو دارن میبینن بدونید که پیگیری کنید. رسید فیکی اگر هست و میفرستن و محصول رو ارسال میکنید، برخلاف چیزی که حالا شاید خیلی بگن که فایده نداره، اینجور چیزا نه، پیگیری کنید و فایده داره و ما نتیجه گرفتیم. خیلی بیشتر از اون هزینه خسارتی که به اون وارد شده بود، هزینه رفت و آمد همه رو پس گرفتیم. نه دیگه خیلی بیشتر نه، همون خسارت‌ها رو گرفتیم. منظورم اینه که از علاوه بر پول اون محصول هزینه معنای ماشینی که شارژ می‌شم از اون نه منظورم اینه که پول اون رفت آمد و وقتی که میذاریدم میگیرید، نگران نباشید. این ساعته رو حالا حتما باید میگفتی. ما اصلا کارمون در واقع اینه بچه ها، ما آنلاین شاپ میزنیم که رسید فیک بگیریم که بعد بریم ازشون بگیریم. آره دیگه. سوال آخر به عنوان سوال آخر 5 سال دیگه دریم پچ رو کجا میبینید؟ بالا ها. کنم که 5 سال دیگه فروشگاه فیزیکیمون زدیم، مغازه‌دار شدیم. درسته کار آنلاین دوست دارم ولی واقعا ارتباط رو در رو با مشتریام دوست دارم، که کلا صحبت کردم با آدم‌ها رو دوست دارم، فروشندگی رو دوست دارم و دوست دارم فیزیکی بشه کارمون یه روزی اگه خدا بخواد. و قطعا سایتمون هم گسترش یافته کردم. آره گسترش پیدا کرده. تو چی فکر من حالا اونقدر که سامان میگه بیشتر علاقه به فروش حضوری ندارم. دوست دارم 100% دوست دارم یه جایی باشه که اینو، ولی کلا اگر بخوام بگم یه چیز امیدوارانه بخوام، یه آرزویی بخوام واسه اینکه داشته باشم مثلا 5 سال دیگه این شکلی باشه، دوست دارم که توی فروش آنلاین خیلی شناخته بشیم، تعداد فالوورامون دوست دارم زیاد بشه، تنوع محصولامون دوست دارم زیاد بشه و آره دیگه فکر کنم بیشتر چیزی که بخوام 5 سال دیگه این که خیلی شناخته شده تر از الان بشیم. یعنی بگی دریم پچ مثلا بگن ازش خرید کردم، خیلی بعد نگن که مثلا چیزی خیلی خوب بوده، عالی، بهترین پیجی بوده که ازش خرید کردم، تجربه خوبشون رو بهش دادن. آره دقیقاً. خب بچه‌ها مرسی که داخل قسمت اول مهمون من بودید. خواهش می‌کنم. مرسی از تو که دعوتمون کردی. مرسی واقعا. و مرسی از شما که نگاه کردید. فعلا خداحافظ.